درود مجدد میفرستم خدمت دوستان. ببخشید به خاطر مشکل پیش آمده و الان در خدمت خانم بهرامی هستیم و بحث رو با ایشون شروع میکنیم. بله، مشکل پیرامون بحث محیط زیست. منتظر هستیم که با ما بپیوندد خانم بهرامی. خانم بهرامی لطفاً کافه کنید. آه بالاخره الان خب. صدای منو داری؟ بله بله بله. خیلی خوب، خیلی خوشحالم و عذرخواهی میکنم از همه دوستان به خاطر تأخیرم و به خاطر اینکه من واقعا اصلا با لایف صفحه دومه که تو اینستاگرام دعوت میشم و خوشحالم که به هر حال این فرصت پیش اومد و بازم عذر میخوام اگر تأخیر شد و به هر حال برنامه شما هم دوستان منتظر موندم. من در خواهش خدمتتون هستم. خواهش میکنم. درود میفرستم خدمت شما خانم بهرامی عزیز اعظم نازنین. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستیم با این بحث بسیار بسیار مهم و من قبل از که شما بپیوندید خدمت دوستان عرض کردم بحث های محیط زیستی در بین گفتارهای روشنفکران و گفتارهای اندیشمندان ما شوربختانه غائبه و بحث های محیط زیستی بحث های بسیار بسیار مهمی است که شما میتونید هر تفکر داشته باشید، چپ باشید، راست باشید، لیبرال باشید، مارکسیست باشید، مخالف نظام باشید، موافق نظام باشید، ولی یک نقطه مشترکی داره این بحث ها اینه که اگر ما بی‌توجه باشیم به محیط زیستمون و بی‌توجه باشیم به اون با آن اتفاقی که داره درباره کشورمون رخ میده، در آخر گریبان تک تک ما رو خواهد گرفت. من بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم و با یک سوال شروع میکنم. یک سوالی که خیلی از دوستان تا حالا پرسیدند و خواستم با این سوال مقدمه باشه برای ورود به بحثمون. خانم بهرامی عزیز، اعظم جان نازنین، ما کشور ایران کشوریه که با سابقه چند هزار ساله به هر حال در این چند هزار سال خشکسالی های بسیاری رو دیده و تونسته خودش رو حفظ کنه. ولی چه اتفاقی افتاد که بحث های خشکسالی در این چند دهه اخیر اینقدر جدی شد و ما دچار یک بحران هستیم در حال حاضر؟ به گفته آقای عیسی کلانتری، همین قبل از اینکه رئیس سازمان محیط زیست بشن در دولت دوم آقای روحانی، ایشون گفته بودن که ما تا یک دهه دیگه باید 40 میلیون نفر از ایران به دلیل بحران‌های محیط زیستی و بحران آب کوچ کنن. چه اتفاقی افتاده در این چند دهه که بالکل معادلات عوض شده، در صورتی که یک کشوریه که 6000 سال 7000 سال با همین بحران‌های آب، با این بحران خشکسالی و این مسائل محیط زیستی دست به گریبان بودیم و تونسته بودیم خودمون رو حفظ کنیم. من این سوال با این سوال ما شروع کنیم و وارد بحث بشیم. من در خدمتتون هستم. من فکر کنم که ما دو تا بازه زمانی رو میتونیم توی یه همچین در واقع موضوعی در نظر بگیریم. یکی بازه زمانی خیلی خیلی زیاده برای اینکه ما تغییرات اقلیمی رو در مثلا 5 قرن 4 قرن حداقل 1 قرن بررسی میکنیم. به خاطر همین اگر ما بیایم یه بازه زمانی بزرگ و بلندی رو در نظر بگیریم، میتونیم نگاه بکنیم به تمام تغییراتی که در مجموعه خاورمیانه، نه فقط حتی در جغرافیای ما، بلکه حتی همین بغل من در آلپ اتفاق افتاده، در جنگل آمازون، در قطب شمال، و یه بخشش این متغیرهاییه که در سیستم جهانی داره تغییر میکنه، از دما گرفته تا میزان بارش گرفته تا سرعت ذوب شدن یخها گرفته، مجموعه‌ای که گزارش‌های بسیار بسیار زیاد و قابل توجه و قابل در واقع به عنوان مرجع میشه در موردش حرف زد و ساعتها در موردش صحبت کرد. اما یه بخش مهم دیگه ای که ما در جغرافیای خودمون، در سرزمین خودمون میتونیم بهش نگاه بکنیم، موضوع و مسئله مدیریت، موضوع و مسئله اهمیتیه که برای حوزه محیط زیست به شکل کلی ما قائلیم. وقتی که بیایم ساختارها و سازوکارهای سیاسی، اقتصادی و حتی مجموعه قوانینی که مصوب شده رو بررسی بکنیم، نشون میده تو هر کشوری که دغدغه اون حکومت، دغدغه اون سیستم چی بوده. فقط کافیه ما به مجموعه ای از اعدادی که
در قالب عدد و رقم اختصاص پیدا کرده به حوزه نظامی رو مقایسه بکنیم مثلا با حوزه محیط زیست، حوزه آموزش، به شکل کلی مسئله رفاه، مسئله توسعه پایدار، مفاهیمی که برای یک حکومت دیکتاتور توتالیتر معنی خاصی نداره و اینکه در واقع فقط یه چهارچوبه که توش باید پول بیشتری خرج بکنن و اینکه نگرانی هایی برای ادارش داشته باشن و خب طبیعیه که ما در ایران این اصلا به شکل کلی هیچ وقت دغدغه ملی نبوده. نمونه‌های زیادی در موردش هست بجز مسئله بودجه که بهش اشاره کردم. سازوکارها شما ببینید که تو سیستم مدیریت ما فقط برای همین کلمه بحران چقدر سازوکار و دستگاه تعریف کردیم، از سیستم مدیریت بحران گرفته تا وزارتخونه‌های مختلفی که حوزه‌هایی از اون مشخصا تدارک دیده شده و اصلا سازمان یافته فقط برای رسیدگی به بحران‌ها. مسائل حتی انقدر ریز دیده که اگر کسی از بیرون نگاه کنه می‌بینه ما مثلا ریزگردها رو جداگانه دیدیم، مسئله خشکسالی رو جداگانه، ولی در نهایت تمام این سازوکارها یک سری سازوکار علیل و در واقع ناکارآمده برای اینکه دغدغه‌ای برای پیگیریش وجود نداشته. از طرف دیگه نگاهیه که ما به حوزه منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های ملی داریم. وقتی شما تو حوزه توسعه پایدار وارد میشین، کلمه اصلی و مهمی که در تعریف این موضوع بررسی شد چی بود؟ اینکه ما نگاهی به آینده داشته باشیم، اندازه‌ای که در واقع اجازه میده طبیعت و منابع طبیعی بهمون خرج بکنیم، نسل‌های آینده رو در نظر بگیریم و موضوع مهم اینه که نگاهی که به توسعه داریم در پیوند با محیطی باشه که درش زندگی میکنیم و حفظ منابعی که داریم. حالا ما در نقطه مقابل این نگاهی که در ایران داریم چیه به این سیستم سرمایه‌ها و منابع ملی؟ یک نگاه کاملا مصرفی، کوتاه مدت و همینطور یک نگاه توسعه سیمان محور، عمران محور و فولاد محور. در واقع شما فقط کافیه که و مرکزگرا متاسفانه، برای اینکه اتفاقا من در مورد این واژه‌ام خیلی نقد و نظرهای متفاوتی شنیدم، ولی خب کافیه که شما بیاین ببینید مناطق مرزی ایران چطور توسعه پیدا کردن، استانهای مرکزی چطور، حوزه کلان شهرها چطور بهش نگاه شده، مسئله مهاجرایی که حاشیه‌نشین هستن. ما امروز با 20 میلیون حاشیه‌نشین مواجه هستیم، چیزی نزدیک 1/4 جمعیت ایران. و به این ترتیب شما می‌بینید که تمام اینها دغدغه‌ها و بحران‌هایی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم هیچ وقت در حوزه ملی نگاه بهش نشده و براش راهکاری نداشته. اما یک موضوع کوچیک دیگه میمونه که باهاش جمله‌مو می‌بندم و اون خود حوزه محیط زیسته. ما وقتی در مورد مسئله محیط زیست صحبت می‌کنیم مشکلات خیلی پله پله و با گذر زمان به وجود میاد. مثلا همین مسئله خشکسالی، فرض کنید که در یه استانی مثل استان خوزستان موضوع خشکسالی فقط طرح میشه مثلا 2 دهه پیش، در قالب اینکه رودان نیاز به لایروبی دارن، سدها باید وضعیتشون مناسب راهنمایی بشه، حوزه کشاورزی مدرن بشه، تکنولوژی اضافه بشه بهش، موضوعاتی که ممکنه با هزینه‌های متوسط و در زمان کوتاه بشه جلوشو گرفت، متوقفش کرد. ولی این زمان میگذره و این بحران‌ها در هم گره خورده میشن. دیگه مسئله فقط الان کارون در استان خوزستان نیست یا گاوخونی برای مرکز ایران نیست، مسئله میشه مهاجرت، مسئله میشه خشکی زمین، فرسایش خاک، بحران منابع طبیعی، جنگل‌ها، مسئله جمعیت و تمام اینها در هم آمیخته میشن و ما میتونیم از 1 2 3 به بحران برسیم، ولی با قدم گذاشتن و برعکس کردن، با مدیریت برعکس نمیتونیم به نقطه‌ای که بودیم برگردیم. یعنی در واقع چیزی که شرایط مدیریت مشکلات محیط زیست رو نه برای فقط ایران به شکل سازوکار جهانی حتی چنین در هم پیچیده و مشکل کرده اینه که ماندگار میشن و پرهزینه هستن برای برگشت به نقطه شروع و اینکه باید دولتی باشه که نگاه دراز مدت داشته باشه، یک نگاه 20 ساله، یک نگاه برای نسل آینده، نه سیستمی که به فکر غارته و در واقع فکر میکنه با یه ورودی یه برداشت محدودی میتونه داشته باشه و جیبشو ببنده و بره. در واقع یه نگاه بیشتر تجارتی و غارتی به سیستم و منابع طبیعی ایران. عرضم بزرگتون یه چند نکته شما فرمودید. ببینید خب بحث خشکسالی‌های اخیر و بحث
خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی و نابودی منابع آب زیرزمینی حالا به طور اخص بحثیه که تو چند دهه اخیر مطرح شده. یعنی حداقل ما میتونیم بگیم تو 2 دهه اخیر مطرح شده و قبل از این حداقل تو ایران به این شدت سابقه نداشته. و شما فرمودید یکی از دلایل این بودجه‌ای که داره مصرف میشه در حوزه‌های برفرض مثال حوزه نظامی و حوزه دیگه و عدم توجه به حوزه محیط زیست هست. ما کاری به جمهوری اسلامی نداریم. برگردیم به دوران پهلوی. خب ما تو دوران پهلوی دوم هم میدیدیم که یکی از ارکان مهم بودجه نظامی بود. یعنی در واقع میتونیم بگیم مهمترین بخش بودجه نظامی بود که توجیهاتی هم داشت و این توجیهات هم همین الان هست به دلیل شرایط خاص ژئوپلیتیک ایران، به دلیل همسایگانی که همیشه چشم طمع داشتن به خاک ایران و حالا مسائل دیگه که تو حوزه سیاسی مطرح میشه. چرا ما در اون زمان که بودجه های نظامی هم درصد بودجه نظامی دست کمی از بودجه نظامی الان نداشت و حتی چه بسا بیشتر بود درصد بودجه هاشون عرض میکنم، چرا اون زمان ما دچار این بحران نشدیم؟ چرا اون زمان ما سخن از مهاجرت چند میلیونی نمی کردیم که در آینده نچندان دور، یعنی 5 سال یا 10 سال دیگه باید چند میلیون نفر از کل ایران مهاجرت کنن، چرا که نصف ایران تبدیل به بیابان میشه؟ ببین ما این حقیقتی که باید بپذیریم که ترم محیط زیست، جرائم محیط زیستی، موضوع توجه به توسعه پایدار یک ترم ها و محتوای تازه‌ایه برای همه. در واقع اصلا خیلی عمر طولانی نداره که وارد گفتگو دیالوگ ما شده. مثلا از اوایل دهه 70 و 80 میلادی حتی این موضوع مطرح شد. بعد تا زمانی که کشورها به این نتیجه رسیدن که واقعا اهمیت داره باید بهش بپردازن، برایش سرمایه گذاری بکنن. به خاطر همین از نظر زمانی شاید ما نتونیم خیلی راحت روی یه نموداری حرکت بکنیم و اینا رو با هم مقایسه بکنیم. موضوع دوم موضوع جمعیته. به هر حال با افزایش جمعیت منابع مصرفی بیشتر میشه، خصوصا اگر مدیریتی برش وجود نداشته باشه. شما یه اقتصاد تک قطبی در ایران دارید که در واقع متکی صرفاً به نفت و گاز، به 2 منبع انرژی فسیلی. به خاطر همین ما روی حوزه کشاورزی کار جدی نکردیم، مثلا ضرورتی براش ندیدیم. شما ببینید حتی یه مسئله‌ای که ممکنه برای من که تو اروپا زندگی میکنم موضوع مالیات دادن یه مسئله بسیار مهمیه تو اقتصاد کشورهای اروپایی، ولی ما در ایران میبینیم که خب خدماتی دولت نمیده، طبیعتاً از اون طرف هم مالیاتی نمیتونه در موردش در نظر بگیره. حالا من تو بحثم می‌خواستم مثلا به مالیات زباله یا مالیاتی که شما برای ارتباطات اطلاعات پرداخت میکنین اشاره بکنم. منتهاش این مسئله اینه که ما اقتصاد تک قطبی داریم و طبیعتاً خب این اقتصاد تک قطبی تحت تاثیر سیستم‌های جهانی اهمیتش بالا و پایین میشه. خیلی نموداری که خیلی تولرانس وسیعی داره. شما میبینید یهو ما به یه مسئله مثلا فروش کم و زیاد اقتصادی کشور میتونه رو به نابودی بره. موضوعی که الان تو کشورهای خلیج فارس بهش توجه خیلی زیادی داره میشه اینه که پول اون منابع نفتی رو جاهای دیگه‌ای به جز حوزه نفت سرمایه گذاری بکنن. اون وقت شما مقایسه بکنید با وضعیت ایران که ما حتی رو همون منابع نفتیمون نیومدیم کار کنیم که نیروگاهامون رو به روز بکنیم، پتروشیمیمون رو به روز بکنیم، حتی توان تولید پلاستیک که خیلی معمولی رو در داخل نداریم. وضعیت بنزین رو شما نگاه کنید که خودش یه بحرانی برای ایران شده. برای همین ما توی حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری نکردیم، جمعیت افزایش پیدا کرده، صرفاً ما یک کشور خامخواری هستیم که هرچی که تولید کردیم همونو خام خوردیم بدون هیچ فراوری. مسئله بعدی که اینجا مطرح میشه موضوع در واقع سیستم نگاهیه که نسبت به حوزه محیط زیست وجود داره. شما یه زمانی یه چیزی رو گروگان نگه می‌دارید. مثلا وقتی وارد بحث گفتگوی مافیا میشیم اتفاقا مسئله‌ای که اونجا مطرحه اینه که شما چرا اینقدر سیستم توجه داره به حوزه آب، چرا اینقدر توجه داره به مسئله اصرار داره بر حوزه کشاورزی خودکفا. اینا همه موضوعاتی هستن که ما با نگاه وسیع ملی که حکومت نسبت به موضوع محیط زیست داره تعیین کننده سیاست‌های رفتاریشه. این حرفی که میزنم در واقع خیلی شاید حرف فانتزی باشه، ولی مثلا تصور کنید که اگر حکومت پهلوی 20 سال بعد یا 40 سال بعد بود و ارتباط آزادی با ما ارتباط سالمی با جهان آزاد میتونستیم داشته باشیم، طبیعتاً
خیلی تجربه متفاوتی جهان کرده که میتونستیم ازشون یاد بگیریم، میتونستیم تکنولوژیشو وارد بکنیم، میتونستیم مثلا بهتر قضاوت بکنیم که واقعا چه اتفاقی افتاد. ولی به نظر من مقایسه اونجا اینطوری شاید حتی بهتر معنی پیدا بکنه که ما خودمون رو تو شاخصهای جهانی ببینیم، شاخص جهانی توسعه وضعیت ما توی 15 کشور منا ما رو توی 13ام هستیم. کشورهای منا که در واقع مجموعه آفریقا و شمال آفریقا و خاورمیانه هستن. خب این نشون میده که ما کجای جهان ایستادیم. تازه ما داریم در مورد جغرافیایی حرف میزنیم که منابعشون، فرهنگشون، جمعیتشون، ارتباطاتشون تقریبا با ما شبیه. من نمیگم خودمون رو با اروپا مقایسه بکنیم. بعد میریم جلوتر، حتی خودمون رو مثلا با یک کشوری مثل ترکیه، البته نه ترکیه الان، مثلا ترکیه یه دهه قبل، مقایسه بکنیم، ببینیم که اونا چقدر روی حوزه کشاورزی سرمایه گذاری کردن، بازار بخش زیادی از فرآورده‌های کشاورزی رو اشغال کردن. یا مثلا با کشوری مثل هند با اون جمعیت گسترده و وسیعی که داره که در واقع بیش از 1 میلیارد جمعیت، اینا نموداراییه که به ما میتونه بگه ما کجای جهان ایستادیم تو حوزه منابعمون، مدیریت منابعمون و تو حوزه در واقع استفاده درست از سرمایه‌ای که به شکل طبیعی در اختیار جغرافیای ما بود. عرضم حضورتون متشکرم. بذارید یک نکته اشاره کنم. من این سوال رو در بحثی که با ناصرخان کرمی داشتم من پرسیدم، میخواستم این سوال رو اتفاقا از شما بپرسم، برای که به هر حال اون نوشته پشت سر شما نامکار آزادی نشانگر تفکر شماست و به هر حال شما چهره شناخته شده هستید و دوستان با تفکر شما آشنا هستن. شما یه بحثی مطرح کردید، بحث خودکفایی، یعنی اصراری که حاکمیت در این چند دهه بر بحث خودکفایی داشته. این بحث خودکفایی مختص به جمهوری اسلامی نیست و ما در واقع میتونیم بگیم یک بحثی است، یک مفهومی است که از دهان مارکسیست‌های ایرانی اول بیرون اومد. چرا که ما در یک اقتصاد آزاد اصلا بحث خودکفایی اصلا معنی نداره که شما بخواید بگید بر فرض مثال یک شرکت مثل بوئینگ، شرکت مثل ایرباس، شاید 100 تا کشور جهان دخالت کنن در اون، با هم همکاری کنن تا این محصول ساخته بشه. بحث خودکفایی چیزی بود که پادشاه فقید هم بسیار به اون تاکید داشت و بعد از اون اصلاحات ارضی روی این مسئله خیلی تاکید داشت و خیلی از اقتصاددان‌ها و خیلی از متخصصین حوزه کشاورزی و خیلی از متخصصین حوزه محیط زیست، من بحثاشون رو دنبال میکنم، میگن که این بحث خودکفایی و اندیشه خودکفایی مخصوصا در حوزه کشاورزی باعث ضرر بسیار عمده‌ای به سفره‌های آب زیرزمینی و به منابع محیط زیست ما شد. من می‌خواستم نظر شما رو بدونم، چرا که بر فرض مثال یک مثال خیلی ساده رو بزنم. ما تو همین چند سال اخیر تو این استان فارس که به حال یک استان تقریبا میتونیم بگیم کم آبی هست، استانی که من هستم، ما در اوج بحران آب حاکمیت خیلی مسئولین استانی خیلی تاکید داشتن که باید کشت هندوانه انجام بشه. خب میبینید، خود به هر حال خودتون بهتر میدونید که چقدر آب میبره کشت هندوانه. من می‌خواستم درباره این بحث خودکفایی شما نظرتون رو بدونید، نظرتون رو بیان کنید برای بینندگان عزیز. و چه ارتباطی؟ ببین، نگاهی که در ایران وجود داره به حوزه خودکفایی نگاه امنیتیه. یعنی دلیلش این نیست. ما میتونیم از دو منظر بهش نگاه بکنیم. حوزه‌ای که مسئله که در ایران مطرحه در واقع یه نگاه امنیتی به موضوع خودکفایی. شما اینو تو حوزه آبم میبینید. یعنی ایران حاضره تمام مسائل و مشکلات رو برای سیستان و بلوچستان هموار بکنه و تحمیل بکنه، مسئله انتقال آب رو از خلیج فارس به مرکز ایران، به جنوب شرق ایران طرح بکنه، ولی نیاد لابی بکنه یا حالا شاید کلمه لابی در واقع گفتمان بکنه، مفید و فایده رو بسنجه با افغانستان، در واقع وارد موضوع مدیریت آب شیرین بشه، در حالی که خب کشور افغانستان کشور بالادسته در حوزه آب و میتونه به راحتی، ما میتونیم باهاشون مراودات در این مورد داشته باشیم. ولی ترجیح میده که مثلا در حوزه مدیریت ارز
ترجیح میده که چرا خطوط دلیلش مرزی برامی مثلا یا حالا در ما مورد حوزه کارون. دلیلش چون چیه؟ شما میگید که ببینید تو حوزه عرض حالا ما دلیل امنیتیشو میتونیم متوجه بشیم، ولی تو حوزه افغانستان کشوری است که به هر حال ما ارتباطات خیلی وسیع سیاسی داریم، همین الانش با جمهوری اسلامی، جمهوری ولی اسلامی نگاه برابری نداریم. شما وقتی در مورد ایرمند و هامون صحبت میکنید، نگاه ایران همیشه نگاه سوء استفاده‌گر از وضعیت بوده. همیشه وقتی که سیستم حکومت در افغانستان تضعیف شده، ایران نفوذ پیدا کرده. موضوعی که اینجا مطرحه منافع افرادی که در اون منطقه زندگی میکنن، چه در سمت ایران، هامون ایران یا هامون افغانستان. میدونید اون موضوعی که همیشه نادیده گرفته شده. مسئله دیگه که تو خودکفایی مطرحه اینه که ما این مدیریت ها رو نباید در امتداد همدیگه ببینیم، اینا میتونن در موازات هم مطرح باشن. یعنی شما در حین این که میایید کشاورزی بومی رو که مناسب با اقلیم تقویت میکنید، کشاورزان رو آگاه میکنید، آموزش میدید بهشون، تکنولوژی در اختیارشون قرار میدید، از اون طرف فضایی رو فراهم میکنید که اون محصول بتونه برد جهانی پیدا بکنه، یا اینکه ما بتونیم اون رو با محصول دیگه ای که برای کشور ما به لحاظ جغرافیایی امکان تولیدش وجود نداره مراوده بکنیم. این میشه یه سیستم باز آزاد. ولی شما یه نگاه انحصاری وقتی به موضوع دارید، یعنی میگید که نه، موادی رو تولید میکنیم که من تشخیص میدم بدون اینکه توجه به بازار داشته باشیم، یا اصلا در واقع میتونم بهتون بگم به شکلی بسیار بسیار ناآگاهانه حوزه کشاورزی. یعنی ما حتی هنوز در همین قوانینی که وجود داره یه تعریفی برای در واقع محاسبه یا حتی آب سفیدی که طرح میشه نداریم. یعنی آبی که هزینه میشه برای جابجا کردن، برای اینکه محصول مطابق با جغرافیا باشه، مطابق با سرزمینی که تولید میشه باشه، مطابق با توان کشاورز باشه، اینا اصلا در نظر نمیگیریم. یعنی ما یه حوزه های نادیده‌ای داریم که دانشش نداریم، نگاهمون یه نگاه امنیتی، آمار رو مخفی میکنیم. حالا من تو پرانتز بگم اتفاقی که تو حوزه محیط زیست اتفاقا میفته اینه که ما چرا همیشه با دست پر میتونیم نقدش بکنیم برخلاف موضوعات حوزه علوم انسانی؟ به خاطر اینکه نمودارهای جهانی داریم، برای اینکه آمار در موردش وجود داره و اینقدر این حوزه دانش اینقدر جهانیه که ما میتونیم از اون به عنوان ابزار اطلاعات استفاده بکنیم. وگرنه شما سرچ بکنید حتی در مورد آمار سرطان در ایران یه نگاه امنیتی وجود داره. توی کشور ایتالیا سالانه دفترچه منتشر میشه بیشتر از 400 صفحه که تمام آمار سرطان رو در مقایسه با استان به استان طرح میکنه، مطابق با سن، نوعش، حتی به تفکیک جنسیت. ولی شما در ایران بجز اعداد قطع چکانی که از سمینارها و کنفرانس‌های پزشکی بیرون میاد در موردش اطلاعاتی ندارید. برای همین نمیتونید برنامه‌ریزی بکنید. مثلا یه فعال و کنشگری، یه پزشکی بخواد برنامه‌ریزی بکنه برای مقابله با سرطان در کلان شهری مثل تهران یا استان گلستان که الان وضعیت بسیار اسفناکی داره در سونامی سرطان که موضوع مهمش هم اتفاقا توسعه نابخردانه صنعت در اون منطقه. بعد شما در مورد این نمیتونید برنامه‌ریزی بکنید. برای برنامه‌ریزی به داده نیازه، به یه نگاه وسیع نیازه و اینکه شما تمام سطح استانها رو در یک اندازه قابل اهمیت بدونید. وقتی که تمام این چارچوب‌ها در ایران اخته، که حالا یه حرف در واقع جنسیتی هم هست ولی من فکر می‌کنم که توصیفگر موضوع اخته میکنی، از کار میندازی، خب طبیعیه که نمیتونید انتظار داشته باشید که تکه‌های پازل کنار همدیگه یه تصویر کلی رو بهت بدن. مسئله مهم دیگه به نظر من حضور نظامیا در عرصه منابع محیط زیسته. این مدیریت میلیتاریزه منابع در ایران به طرز وحشتناکی منابع ما رو بهش آسیب زده و در واقع دچار تخریب کرده و الان که حوزه مذهبی هم بهش اضافه شده. یعنی گویی که آقایون خوب پیدا کردن که کجا میتونه پول مفتی براشون فراهم کنه. برای همین میبینید که آستان قدس رضوی، اوقاف چطور دست انداختن روی منابع طبیعی و در واقع هر جایی که شما نگاه میکنید اثرشون هست. مسئله مهمه. ببخشید من یه سوالی داشتم اینجا. شما ببینید ما بحث امنیتی نگاه کردن سیستم حاکم رو بر این قضایا و قضیه محیط زیست دارید مطرح میکنید. ببینید یک حوزه هست بر فرض مثال حوزه آزادی‌های اجتماعی یا آزادی‌های سیاسی. ما
ارزم بزرگتون ما میتونیم بگیم که خب به دلیل ایدئولوژی که این حاکمیت داره و از روز اول برای خودش تعریف کرده، این حوزه رو حوزه امنیتی خودش میدونه و اجازه نمیده که به هر حال تغییرات مهمی حاصل بشه. ولی محیط زیست حداقل تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در حیطه این ایدئولوژی قرار نمیگیره، یعنی در زیر سیطره این ایدئولوژی قرار نمیگیره و حرفی نداشتن از روز اول برای گفتن در حوزه محیط زیست. یعنی گاردی وجود نداشت. اگر کسی می آمد و یک برنامه محیط زیستی میداد، حالا به صورت اخص میگم وگرنه بحث‌های جانبیش هست، یعنی به فرض مثال همون بحث افزایش جمعیت که یک بحثیه که ربط وثیقی داره به حوزه محیط زیست، خب این بله یه دید ایدئولوژیک رو اون بود. من میخوام بدونم این خب وقتی که این دید ایدئولوژیک وجود نداره چه اتفاقی افتاد؟ این برای یکی سوال خیلی ها هست که مخصوصا تو این چند سال اخیر یک دید امنیتی به حوزه محیط زیست پیدا شده و دیگه میبینیم که خیلی از فعالین محیط زیست دارن هزینه‌های سنگینی متقبل میشن و هنوز برای خیلی از افراد جامعه سواله چرا مگه حوزه محیط زیست چه ربطی به حاکمیت داره، یا چه خطری میتونه برای حاکمیت داشته باشه که بر فرض مثال خانم اعظم بهرامی بیاد بگه این سدسازی نابجایی هست، یا امسال کشت هندوانه نابجا هست و اندکی توجه کنیم به منابع سفره‌های آب زیرزمینی. این پرسش تو بستر یه فضای مدیریتی سالم میتونه معنی داشته باشه. چرا میگم توی فضای مدیریتی سالم؟ برای اینکه ما داریم در مورد یک فضای کاملا مافیایی سیستماتیزه شده صحبت میکنیم. مافیایی که الان قانونمند شده، مافیایی که الان دست در دست وزارت خونه ها داره، دست در دست هنرمندا و سلبریتی ها داره، مهندسا و پزشکا بهش پیوستن. داریم در مورد بخش مهم و عظیمی از سرمایه و پول صحبت میکنیم. شما تا زمانی میتونید این پرسش معنا داره که شما جنگل رو جنگل ببینید به عنوان یه منبع تولید اکسیژن، جذب دیوکسید کربن، حفاظت و حمایت از محلی هایی که در اون منطقه زندگی میکنن، میراثی برای آیندگان. مثلا من دارم در مورد حتی جنگل‌های هیرکانی، هزاران ساله هیرکانی که عضو لیست منابع میراث طبیعی یونسکو هم شده صحبت میکنم. ولی اون طرف قضیه اینه که شما جنگل هیرکانی رو یک پتانسیلی برای تولید پول میبینید، اونها رو درختایی میبینید که میتونه آستان قدس رضوی بیا تبدیلشون کنه به MDF. اونها رو در واقع مجموعه میبینید که میشه اجارش داد، کرایش داد به فلان شکارچی روس و چینی. اون رو مجموعه میبینید که میشه تراشیدش و درش ویلا سازی کرد و میشه کشاورزا رو باش تحت تسلط گرفت. مسئله محیط زیست در ایران به عنوان یک ابزار برای چند تا هدف مهم و اساسی: یک، منبع درآمد خیلی سریع و در واقع زود بازده، منبع درآمدی که نیاز به پرداخت مالیات نداره، نیاز به مجوزهای قانونی نداره، منبع درآمدی که نیازی نیست کسی براش پاسخ بده. شما میتونید هکتار صدها هکتار جنگل رو آتیش بزنید، به شکل تعمدی تغییر کاربریش بدید و کسی حتی از شما نپرسه که چطور این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد. موضوع مهم دیگه‌ای که در مورد حفظ منابع طبیعی مطرحه، مسئله در واقع پول زود بازده بدون اینکه سرمایه گذاری بکنید و اینکه شما باهاش میتونید کنترل بکنید. وقتی ما در مورد کشوری حرف میزنیم که 70 تا 75% جغرافیاش خشک و نیمه خشکه، کنترل منبع آب فقط کنترل منبع آب نیست، تعیین میکنه که کدوم منطقه توسعه پیدا بکنه کدوم منطقه نه. تعیین میکنه که شما در واقع چطور جمعیت رو کنترل بکنید، تصمیم میگیره اون رو بفروشه، تصمیم میگیره باهاش مردم رو تنبیه بکنه. اتفاقی که در خوزستان افتاد، اتفاقی که در سال گذشته در ایزه افتاد که با قطع آب مردم رو به شکلی تنبیه کردن، تهدید کردن، تصمیم میگیره که اون رو غیر مجاز بفروشه و باهاش لابی بکنه. همونجوری که آب کارون رو در حالی که مردم نیازمند بودن به عراق میفروختن و بعد این در موردش گفتگوهای زیادی شد. این مدیریت به این شکل در واقع تعیین کننده است برای اینکه جهت میده به شما، توان و قدرت میده.
این در واقع به معنی این نیست که و ما میدونیم که ایدئولوژی که حکومت داره ایدئولوژی قدرت انحصار گرایانه و یک منبع لایزال پوله و اتفاقا منابع و سرمایه ملی به خوبی در این ایدئولوژی میگنجه. به خاطر همینی که شما حتی حاضر میشین من امورات در واقع مذهبی یا عتبات عالیات هم به این مسئله بپیوندن، مثل ماجرایی که در مورد اوقاف مطرحه و ممکنه خیلی از دوستان هم بدونن. عزیز جان، من یه سوالی داشتم اینجا. شما این مسئله رو ربط دادید به ایدئولوژی حکومت. اگر اجازه بدید من یک نقدی وارد کنم به بحث شما. من اینو صرفاً در ایدئولوژی مذهبی یا سیاسی حکومت نمیبینم. من اینو در ساختار اقتصادی که حکومت از ابتدای دهه 60 انتخاب کرد و تا همین الان به صورت شترمرغوار داره اجرا میکنه. یک سری از دوستان میان میگن ساختار اقتصاد ایران یه ساختار اقتصاد نئولیبراله که واقعا من نمیفهمم، با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد. من آن چیزی که میخوام مطرح کنم و خیلی از دوستان دارن مطرح میکنن، وقتی که شما یه ساختار اقتصاد دولتی یا نهادگرا رو بنیان نهادید، خواه‌ناخواه یک سری رانت و خواه‌ناخواه یک سری فساد در درون اون ایجاد میشه و آن کسی که وارد دولت میشه اون انحصار رو در دست میگیره. این انحصار میتونه تو حوزه محیط زیست رخ بده. یعنی من میخوام این خدمت شما عرض کنم که خیلی از دوستان اقتصاددان میگن که مسئله محیط زیست هم راه حلش راه حل اقتصادیه. یعنی ما تا وقتی که بیایم تمام بسترها رو فراهم کنیم، تا وقتی که قضیه اقتصادی، دید اقتصادی ما درست نباشه و هنوز دنبال اقتصاد دولتی باشیم و اصل رقابت رو در اقتصاد نادیده بگیریم، خب مسلمه یک سری کارتل های و یک سری مافیاها شکل میگیره، یک سری گنگ ها شکل میگیره که تو حوزه محیط زیست هم ورود پیدا میکنن. به قول شما چه حوزه بهتر از محیط زیست که درآمدزا باشه برای اینها. ولی وقتی که بحث اقتصاد آزاد باشه دیگه از این خبرها نیست که هر کسی بتونه با تشکیل مافیا وارد این حوزه بشه و بخواد درآمدزایی نامشروع بکنه. یک مثال من بزنم و بحث خودم خاتمه میدم و منتظر جواب شما میمونم. شما فرمودید یک اتفاقی که افتاد که اتفاقا بخش‌های بسیار زیادی از خود حاکمیت با این قضیه مشکل دارن و حداقل من مطلع هستم که ورود پیدا کردم به این قضیه و میخوام برخورد کنم، ولی حالا فعلا دیگه زورشون نمیرسه، برای که دیگه انقدر مافیاها بزرگ شدن که دیگه نمیتونن با اینا برخورد کنن. بحث تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی مسکونی بود. یعنی در شهر شیراز، در شهر تهران، در کلان شهرهایی که من حداقل سراغ دارم و مطالعه کردم، خیلی از اراضی کشاورزی خیلی راحت با یک رشوه در شهرداری یا سازمان اوقاف یا حالا وزارت مسکن راحت تبدیل شدن به اراضی مسکونی و بینندگان مطلع هستن، شما مطلع هستید. قیمت زمین کشاورزی اگر این تومن باشه، وقتی که به موازاتی که تبدیل شد به زمین مسکونی این به توان 10 میشه. خب به قول شما یک سود خیلی خوبی داره و خیلی زود بازده است. بحث همون اقتصاده و تا وقتی که یک سیستم نظارتی قوی وجود نداشته باشه، همین ما شاهد نابودی محیط زیست هم هستیم، همونجوری که شاهد نابودی خیلی از منابع ارزیمون هم بودیم. یعنی مثلا تو همین دولت آقای روحانی که ادعای این دارن که همشون اقتصاددانهای لیبرال دور خودشون جمع کردن، آقای جهانگیری اومد گفت آقا ارز 4200 و یک ارز نیمایی. خود این انحصاری که ایجاد کرد و تثبیت قیمت‌ها خودشیه که باعث فساد شد. حالا من خواستم نظر شما رو بدونم در این باره. ببین، اولا اینکه من فکر می‌کنم موافقم باهات که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال هم حتی نیست. به خاطر اینکه ما مفاهیم رو تو چارچوب ایران باید تعریف بکنیم. من وقتی میگم اقتصاد لیبرال یه تصویری ازش دارم از تجربه‌ای که تو جهان اتفاق افتاده یا الان داره انجام میشه، یا نئولیبرال وقتی در موردش حرف میزنم یه سری ویژگی‌های بازار و فعالیت‌های مردمی و اقتصاد فرامرزی و شرکت‌های چند ملیتی و قوانین مالیاتی براش متصور هستم که در چارچوب ایران نمی‌گنجه. برای همین ما وقتی در مورد کلام صحبت می‌کنیم گویی که باید یه دیکشنری یا یه لغتنامه مشخص جدایی برای ایران تعریف بکنیم. واقعا من فکر می‌کنم که این یکم ساده لوحانه به نظر میرسه، ولی حقیقت داره. برای همین حتی در مورد مافیا که حرف میزنه، واقعا می‌خواستم بگم که یه دفعه آهنگ
مثلا مافیای ایتالیایی تو ذهنم میاد، فیلم پدرخوانده، ولی واقعا مافیایی که در مورد ایران داریم در موردش حرف میزنیم حتی با اونم متفاوت میشه. یعنی در اون چارچوب ایران یه عالمه ابزار دیگه جدیدی براش طرح میشه. ولی اینها بهروز جان به نظر من نباید جدا از هم بررسی بشن. ما داریم وقتی در مورد یه سیستم اقتصادی صحبت میکنیم با تو موافقم که اتفاقا بخش خیلی ها معتقدن، حتی کسانی که کنشگر جدی حوزه محیط زیست هستن و فعال با ایده‌های حتی مخالف بازار آزاد و اقتصاد گلوبالیزه هستن، هم این نقد رو وارد میکنن که پروژه‌های تحقیقاتی مثلا تو حوزه انرژی، طرح‌هایی که برای جاگزینی موادی به جای پلاستیک مطرح میشه در سطح جهانی، مسئله و مشکل اصلیش اینه که از لحاظ اقتصادی هنوز در واقع نتونستن جایگزین مناسبی باشن یا اینکه پرهزینه هست تولیدشون. این یعنی اینکه یه نقطه کلیدی مسئله اقتصاد و مسئله سود و منفعت هست و موضوع مهمی هم هست. در مورد ایران هم دقیقاً این به نظر من وقتی که در مورد مسائل حوزه محیط زیست سرمایه‌های ملی حرف میزنیم، اتفاقا نگاه اقتصاد و اینکه چطور از لحاظ اقتصادی اون رو میشه بررسی کرد مسئله قطعا مهمی که از تخصص من خارجه. ولی موارد دیگه، متغیرهای دیگه هم در این معادله نقش دارن، مثل رسانه‌های آزاد، مثل NGO ها، مثل سندیکاها، مثل در واقع مراجع منتقد سیستم وضعیت حاکم. من یه مثالی میزنم. گزارش جدیدی منتشر شده از یه گروه بسیار مهمی در ایتالیا که به عنوان آنتی مافیا فعالیت میکنن، که تو این گزارش هشدار داده و نامه بر پارلمان فرستادن و بعد به تمام اتحادیه اروپا که در دوران کرونا مافیا بسیار رشد کرده در اتحادیه اروپا. حالا طرح میکنه و میگه که تو چه حوزه‌هایی اینا دارن پول بسیار زیادی رو در واقع به جیب میزنن و میگه که در 2 دهه اخیر یه همچین رشد و یه همچین سیستم پولشویی اصلا بی‌سابقه بوده در اتحادیه اروپا، به خاطر در سایه کرونا در واقع مافیا چطور قدرت گرفته. خب این گزارش منتشر میشه میره پارلمان، برای اینکه یه سیستمی، یه نهادی وجود داره که داره این رو نظارت میکنه، برایش کنترل میکنه، میتونه در موردش آمار تهیه بکنه، میتونه اون سیاستمداری رو که داره با مافیا همکاری میکنه یا اونو بکشه پایین. و یه سیستم قضایی مستقل که مسئله بسیار مهمیه، چون سیستم قضایی یه نهاد کنترلگره، یه نهادیه که میتونه جریمه وضع بکنه، یه نهادیه که میتونه در واقع چارچوب‌های رفتاری رو تعیین بکنه. و ما داریم در مورد یه بلوکه قدرت در ایران حرف میزنیم که تمام اجزایش یک پارچه دارن این هدف رو در واقع که استمرار وضعیت موجوده دنبال میکنن. به خاطر همین ما نمیتونیم نه رسانه‌ای در موردش مینویسه، نه سندیکایی میاد از حقوق اون کارگری که متضرر شده حمایت میکنه، نه در واقع نهادی داریم که بیاد نقد بکنه وضعیت موجود. و شما میبینید که الان سر ماجرای همین تسلط وقت، دستاندازی وقت به هیرکانی، وکلا و افرادی که روزنامه نگارایی که در موردش مینوشتن زیر حکم هستن و به قید وثیقه آزادن، براشون مشکل قانونی به وجود آوردن. به این ترتیب شما میبینید که در تمام این چارچوب‌ها رو وقتی کنار هم بذاریم میتونیم به تصویری برسیم که این یه زنجیره است که حلقه‌های متفاوتی داره و هیچ کدوم واقعا قابل تفکیک از دیگری نیست. این هم تجربه مشترکی که خیلی از کشورهای جهان در مدیریت اقتصادی تو حوزه محیط زیست تجربهش کردن یا الان باش در واقع درگیر هستن. درود بر شما. نکته بسیار جالب اشاره کردید. این بحث عدم قوت جامعه مدنی در ایران صرفا هم بحث محیط زیست نیست، یعنی تو حوزه دیگه هم این عدم قوت جامعه مدنی باعث فساد شده و حالا اون بحث‌های قوه قضاییه مستقل و بحث‌های دیگه. اگر اجازه بدید من تو حوزه اندیشه وارد بشم. ببینید حداقل میتونم در حوزه حاکمیتی بگم، حاکمیتی حالا جمهوری اسلامی منظورمه، بحث محیط زیست و اهمیت محیط زیست و توجه به محیط زیست من میتونم بگم از دولت اول آقای هاشمی شکل گرفت. یعنی قبل از اون من حداقل من سراغ ندارم، اگر شما سراغ دارید بفرمایید. این شکل گرفت، ولی به قول شما یک ترم بسیار زیبایی به کار بردید، بحث توسعه عمران محور. می‌بینید که ما در دولت آقای هاشمی، دولت مخصوصا دوم آقای هاشمی، وارد یک
رقابت نفسگیری برای سدسازی شدیم. یعنی تو خاطرات آقای هاشمی ما میخونیم که در یک روزی در یکی از خاطرات ایشون میاد تشر میزنه به یکی از روزنامه‌ها، میگه مگه نمیبینید که ما در مملکت داریم چقدر سد میسازیم؟ گویا این که سدسازی بیروی افتخاره و سدسازی رو معادل حفظ محیط زیست میدونستن. ولی اتفاقی که بعدش افتاد این بود که این سدسازی تبدیل شد به یک مافیا، که مافیایی که من اتفاقا امشب تو رو آوردم اینجا که درباره همین مافیا صحبت کنیم، که این مافیایی که مختص حاکمیت نیست. ما میدونیم که حداقلش خیلی از آقایون اصلاح طلب و خیلی از آقایون دولتمرد فعلی در دولت آقای روحانی جز از همین مافیا بودن. و یک نقل قول من برای شما بیان کنم و بعد بحث رو میسپارم دست شما. و یک سوال دیگه هم دارم که من 2 سوال با هم بپرسم که دیگه کامل شما صحبت کنید. اون نقل قول، خواهش میکنم، عرضم بزرگتون، این نقل قول این بود که چند سال پیش رئیس قرارگاه خاتم الانبیا صحبت کردن، یه مصاحبه کردن. ایشون فرمودن که مهمترین رقیب‌های ما در پروژه‌های سنگین و فکر کنم اگر اشتباه نکنم دقیق خاطرم نیست، در همون حوزه‌های محیط زیستی و پروژه سدسازی فعالان ملی مذهبی هستن. این نکته خیلی نکته به نظر من جالبی است که آن طیفی که خودش اپوزیسیون حاکمیت معرفی میکنه در نابودی محیط زیست دقیقاً دست داره با خود حاکمیت. این یک نکته من می‌خواستم شما به این مافیای سدسازی مخصوصا، برای که واقعا پدر ایران رو در ورد این سدسازی بی‌رویه از دولت آقای هاشمی به این سو اشاره کنید. و یک بحث بسیار امروز من دیدم تو یکی از توییتاتون هم اشاره کردید، الان هم اشاره کردید، ورود سلبریتی‌ها و آغشته شدن فعالیت‌های محیط زیستی به فساد و پول‌های با منبع نامعلومه. این مسئله هم یک اشاره بفرمایید. من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. اول اینکه من فکر کنم آقای رفسنجانی مسئله سدسازی رو که مطرح کرد به هیچ عنوان هدفش اصلا حوزه محیط زیست نبود. من اصلا حتی بعید میدونم که در گفتگو و دیالوگ و ایناش اصلا حتی همچین کلمه‌ای رو میشناخت یا هیچ وقت به کار برده باشه. من فکر کنم اون که هدفش قطعا از سدسازی ها مسئله تامین آب برای اون کشاورزی بود که ایده دیگه ای داشت که اتفاقا آقای کلانتری هم تو اون حوزه خیلی نقش داشت، خودکفایی کشاورزی که تمام زمین‌ها رو بدون در نظر گرفتن شیبش، بدون در نظر گرفتن امکان دیم و بدون در نظر گرفتن پراکندگیش در واقع شروع کردن به کشت گندم و اون از ایده خودکفایی گندم و اینها می اومد. و موضوع دوم این بود که جنگ تموم شده بود و به نظر من به شکل ساده انگارانه ایده وجود داشت که باید یه کاری ایجاد بکنیم و یه کاری بکنیم که مردم زودتر از اون زمان با یه سرعت سریع ببینن که ما داریم یه کارایی میکنیم و به خاطر همین یه اشتغال ضمنی هم ایجاد میشد و اون هدف جلو رفت. یه چیزی هم نباید ندیده بگیریم، در دهه 70 80 آمریکا و در اروپا هم سدسازی یه مسئله مهمی بود که خیلی جبهه وسیعی پشتش بود و عقبه خیلی گسترده‌ای داشت و حتی بعدش به این نتیجه رسیدن که خیلی از این سدها در آمریکا حتی خراب کردن. یا مثلا در ایتالیا الان بیشتر از 35 ساله که هیچ سدی ساخته نشده، با اینکه خب داریم در مورد یه قاره سبز صحبت می‌کنیم با مجموعه عظیمی از منابع آبی که همیشه جریان داشته. با این حال میخوام بگم که ایده سدسازی یه ایده‌ای بود که یه کمش جهانی بود که به هر حال به جغرافیای ایران هم سرایت کرد. یه بخشش از مسئله تلاش برای خودکفایی گندم میومد که خب بعد اون آب جوری تامین میشد و بعد کسانی بودن که از سپاه بیرون اومده بودن. این دیگه کم 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 وقتی جلو رفتیم شکل گرفت. کسانی بودن که خب حالا نیاز بود که اونها منابع مالی براشون تامین بشه، برای اینکه دیگه نمیتونستن بجنگن یا نمیتونستن خرید فروش اسلحه بکنن و لازم بود که جای دیگه سرگرم بشن. به این ترتیب قدرت پیدا کردن و بازوی عمرانی سپاه. عذرخواهی میکنم، یعنی فقط حوزه محیط زیست میتونست برای اینا کسب درآمد کنه؟ اصلا اینجا واژه محیط زیست مطرح نیست. مسئله کارهای عمرانیه. شما ببینید که قرارگاه خاتم وقتی که وارد کار میشه فقط پروژه سدسازی نداره، پروژه تونل سازی داره. مثلا شما وقتی یا مثلا پروژه‌ای رو مثلا می‌کنه برای بزرگراه‌ها. شما اتفاقا من در موردش خیلی نوشتم که شما ببینید قرارگاه خاتم، اینو تو پرانتز میگم که بحث اصلیمون فراموش نشه ولی موضوع خیلی مهمیه.
قرارگاه خاتم بیشتر از 10 ساله که قراره یه ریل راه آهنی رو از چابهار به زاهدان بکشه. براش چندین بار از صندوق ذخیره توسعه ملی پول برداشت کرده و هنوز این راه آهن ساخته نشده. هنوز نصف مسیر مثلا میگن 20%، امسال 30%. در حالی که وقتی بحث کنترل مثلا هورالعظیم میشه که قرار کاته نفتی اونجا بسازن، قرارگاه خاتم در صف نخست مزایده قرار میگیره، در حالی که اون خیلی بودجه بیشتری میخواد تا ساخت ریل. در مورد شهر تهران شما ببینید چقدر مسیر مترو ساختن، چقدر بزرگراه ساختن. دلیلش اینا همه ی توجیهات اقتصادی. وقتی که از طرف اونها خودمون رو در جایگاه اونها بذاریم نگاه بکنیم، میبینیم چطور توجیه شده. وقتی که جلوتر اومدیم از سیستم آقای رفسنجانی، در واقع یه نگاه سیمان محور و عمران محور به موضوع توسعه بود و به موضوع اشتغال زایی. حتی شما میبینید که یه مناطقی در جنوب استان کرمان که کشاورزان نمونه بودن، باغدارای نمونه بودن، بیشتر از 60% مرکبات ایران رو تولید میکردن، الان کارگرای فصلی شدن در شمال کرمان یا اطراف مشهد یا شیراز. دلیلش چیه؟ برای اینکه دیگه این منبع آبی اونجا باقی نمونده. کشاورزایی که گریه میکنن، من توصیه میکنم که شاید فکر میکنم خیلی از دوستانی که الان در این برنامه رو دنبال میکنن، دوستانی که هستن که از من خیلی بیشتر میدونن و شاید اصلا اینم فیلمم دیده باشن، ولی پیشنهاد میکنم مستند مادرکشی رو ببینید که چطور کشاورزانی هستن که گریه میکنن که ما کشاورز نمونه بودیم و چرا این اشتباه رو کردیم که اینقدر برداشت بی‌رویه کردیم به خاطر تحت تاثیر تبلیغات و عدم آموزش. و میایم جلو و میبینیم به یه همداستانی میرسه و نظام با بازوی عمرانی. شما از اون نهاد رو میتونید در ایران نام ببرید که توان اینو داشته باشه اصلا در یه مزایده، حتی با فرض اینکه مزایده تشکیل بشه، شرکت بکنه در کنار قرارگاه خاتم. اصلا امکان نداره، برای اینکه تمام تجهیزاتی که اونها دارن، اجازه هایی که اونها دارن، یه شکل کاملا انحصاریه. در مورد مخالفین سیستم هم من میتونم بهتون بگم، متاسفانه میتونم به جرئت بگم که حتی در بین اپوزیسیون ملی مذهبی که دیگه جای خود داره، برای اینکه من اونها رو گروهی میدونم که به استمرار وضعیت موجود دلخوشن، حتی در مورد اپوزیسیون نگاهی که به حوزه محیط زیست وجود داره هنوز یه نگاه ویترینیه و یه نگاه کاملا فعلا ضرورت ندارده. بلایی که سر جنبش زنان اومد، بلایی که در واقع در یه بازی زمانی نسبت به موضوعات زنان مطرح بود، در حالی که ما در بهترین وضعیت ممکن با دموکرات‌ترین سیستم ممکن در ایران بدون منابع هیچ راهی و جایی برای ورود به بازار جهانی، به اقتصاد، برای سرمایه‌گذاری برای نسل آیندهمون نداریم و این موضوعی که آقایون اصلا نادیده گرفتن و بهش نمیپردازن. برای همین شما می‌بینید که چقدر تعداد کسایی که تو این حوزه کار میکنن کمه. من در مورد مافیای سدسازی من فکر کنم که خیلی در موردش گفته و نوشته شده و متاسفم اینو بگم که ما فقط این شاخه از مافیا رو شناختیم، برای اینکه واژه‌اش خیلی بیشتر به کار رفته، در موردش خیلی بیشتر نوشته شده، ولی ما تو حوزه‌های مافیا داریم در ایران که غیر قابل تصوره. مافیای مزایده برای فنس کشی در واقع در حوزه منابع طبیعی، در حوزه زمین‌هایی که تحت در واقع حفاظت شده هستند. مزایده هایی که در مورد مالچ پاشی، کسانی هستن که تو این حوزه کار تحقیقاتی کردن در ایران، اطلاع آگاهی داشتن، میدونستن که چطور باید با زمین، با حیات زنده‌ای که در بیابان‌های ایران وجود داره رفتار کرد و بعد این مالچ پاشی، این قیرپاشی به طبیعت زنده به مزایده گذاشته میشه و به شکل مافیایی تصاحب میشه. مافیای درختکاری در مناطق خشک، مافیای ساخت کمربند سبز در اطراف شهرها که بخش زیادی از پول و بودجه رو به خودش اختصاص داده و اینا تحت جلو مافیای پرنده کشی و صادرات حیات وحش. یه سوالی دارم اینجا اعظم جان، یه سوالی دارم. برای که من اول که روند برنامه‌های عیار من خدمتتون عرض کنم اینه که همونجوری که الان شما دارید خیلی راحت صحبتاتون بیان میکنید و البته خیلی خوشحالم که خیلی انضبامی صحبت میکنیم. روند برنامه عیار اینه که چه مهمانان و چه ما به عنوان میزبانان این برنامه بیشتر از اینکه انتزاعی صحبت کنیم دوست داریم انضبامی صحبت کنیم و اگر بحثی هم مطرح میشه با مدرک، حداقل از جانب ما، از جانب مهمانان هم که به حال مهمانان با خودشون مدرک ارائه بدن.
مطالبی هست که در حوزه محیط زیست به طور کل، و حالا شما یه سری مافیای برفرض مثال مافیای درختکاری رو اشاره کردید، یک سری بحث‌های مافیای مثلا فضای سبزی که الان داره توی شهرداری‌ها داره رقم میخوره، مطالبی هست که برخلاف تصور عموم که حالا تو ایران هر اتفاقی که میفته آخرش ربطش میدن به حاکمیت، اونم یک بخشی از حاکمیت، اونم که میدونیم که مثلا آخرش به سپاه میرسه یا جناح محافظه کار. برخلاف تصور اینه که اصلاح طلبان که حالا اونها هم بخشی از حاکمیت هستن به شدت دخیل هستن در این مافیا، مخصوصا در حوزه مافیای محیط زیست. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که افراد شاخص این جریان در این حوزه به قول شما صاحب تجربه هستن و صاحب دانش هستن و میدونن چجوری استفاده کنن از این فضا. میخواستم نظر شما رو بدونم، اگر شما، البته من یک گزاره رو مطرح کردم، این نظر من نیست، این چیزیه که بعضا مطرح شده، میخواستم بدونم نظر شما چیه، آیا شما موافق هستین با این قضیه یا خیر؟ من فکر کنم که اصلاح طلبای افرادی که به هر حال میتونم مثلا جمله‌مو اینطور شروع بکنم، افرادی که توی وزارت کشاورزی، مشخصا توی سازمان محیط زیست فعال بودن همیشه، افرادی بودن که عقبه در واقع وابسته به اصلاح طلبها داشتن. به خاطر همین در واقع این یه بذری اونجا کاشته شده و جلو رفته و همیشه هم اینطوری بوده که اونها در واقع این منافع خودشون رو اونجا تضمین کردن، تامین کردن. مثال مهم و روشنش هم خانم ابتکاره به نظر من. برای اینکه خانم ابتکار شما میبینید که زمانی که رئیس سازمان محیط زیسته، حتی همزمان باهاش خانم ملاوردی رئیس سازمان زنان بود، اینها با هم تعهدنامه‌ای رو امضا کردن، توافقنامه‌ای رو، بهتر واژه درستش اینه، توافقنامه‌ای رو با هم امضا کردن برای توانمند کردن زنان در حوزه محیط زیست و بندای اون توافقنامه واقعا شرم‌آوره. برای اینکه تنها موضوعی که در واقع درش اهمیت پیدا میکنه مسئله نقش سنتی زن به عنوان مادری که مدیریت مصرف و انرژی رو در خونه به عهده بگیره و نقش سنتیش به عنوان تربیت کننده نسل آینده که چطور ما نسل رو تربیت بکنیم که به هر حال احترام بیشتری برای محیط زیست قائل باشند و در واقع در نهایت نقش زنان کشاورز به عنوان تولید کننده، نقش زنان تحصیل کرده به عنوان اینکه پروژه‌ای بگیرن برای خروج از ایران، در مثلا حضور فعال توی کنفرانس ها، اینا همه ندیده گرفته میشه. بحث کارآفرینی تو حوزه کشاورزی ندیده گرفته میشه و در واقع یه سری توافقایی که در نهایت بازم همون نقش سنتی زن رو تثبیت میکنه. این که من در موردش هم یادداشت‌های زیادی از زمانی که اتفاق افتاد نوشتم، ولی میخوام بگم که حتی زمانی که در رأس قدرت بودند هم باز نه حوزه محیط زیست اولویتشون بوده، نه نقد به کسایی که تو حوزه محیط زیست ایجاد اختلال میکردن در واقع موضوع نظرشون بوده. نمونه روشنش در آخرین چیزی که من به خاطر دارم، سال آخری که خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بود، روز جهانی تالاب‌ها که اتفاقا در خوزستان هم برگزار شد، در روبروی مردم بس، اجازه نداد که وارد بشن معترضین و به شکل بسیار شرم‌آوری تحقیر کرد مردم رو. و بعد در مورد فعالین محیط زیست که در زندان هستن، ببینید چطور واقعا بدون هیچ شرم و خجالتی حرف نزد در مورد اینکه اینها تعهد داشتن، توافقنامه امضا کرده بودن، مراودات مالی با سازمان محیط زیست داشتن و اصلا غیر ممکن بود که با WWF بتونن کار بکنن، سازمان جهانی حیات وحش، بدون مشارکت سازمان محیط زیست، و تمام اینا رو به شکل بسیار بسیار راحتی ندیده گرفت. بعد در موضوع آلودگی هوا و مسئله مافیای خودروسازی در ایران میبینید که هیچ وقت نه آقای کلانتری ورود کرد نه خانم ابتکار ورود کرد. الان در مقابله با سازمان اوقاف، با تمام این وضعیت وحشتناکی که به وجود آورده برای مسئله هیرکانی، با دست درازی که سازمان در واقع آستان قدس رضوی در تمام از استان خراسان گرفته تا گلستان و گرگان در واقع میتونیم همه جا ردش رو ببینیم، هیچ موضعی نشون نداده. و حتی این مسئله اخیری که مطرح شد که آقای کلانتری به یک شاخ نباتی بخشیدن یه بخشی از جنگل‌های هیرکانی رو، و مسئله مدارس محیط زیستی که مطرح شد که گفتن نه به خاطر اینکه اینها عقاید در واقع غیر دینی رو در اونجا طرح می‌کردن. من فکر می‌کنم که
اگه بخوام جانب انصاف رو نگه دارم، تنها موضوعی که آقای کلانتری در موردش موضع گرفت مسئله جمعیت بود که بارها به روشنی گفت که ایران یه پتانسیل محیط زیستی محدودی داره و امکان این که ما جمعیتی بیشتر از این رو بتونیم به لحاظ پتانسیل محیط زیستیمون، امکان اکوسیستممون پاسخگو باشیم وجود نداره. بجز اون هرچه از نهاد سازمان محیط زیست با همون کمجانی و لاغریش حتی رسیده همیشه آسیب و ضرر بوده. تو حوزه مدل کشاورزی هم که اصلا آقای کلانتری بنیانگذار در واقع ماجرای خودکفایی گندم در زمان آقای رفسنجانی بود دیگه. اینم که بسیار یک سوالی داشتم البته اینو به عنوان در درون پرانتز در نظر بگیر ازم شد، برای که شما فرمودید که ما غیر از مجموعه حاکمیتیمون بس در بین بدنه اپوزیسیونی که ادعاهای بسیار دارن اصلا محیط زیست مطرح نیست یا خودشون هم دستی هم در این تخریب محیط زیست دارن. در یک سوال بسیار خاصی دارم برای که من این قضیه رو دنبال کردم و آخر به جواب متقنی هم نرسیدم. در حوزه مدارس محیط زیست که بعد که الان دلیلش مطرح شده که گویا میگفتن که اندیشه های حالا ضد دینی ترویج میکردن، حالا من کاری ندارم که حالا ترویج میشده یا نمیشده، من نمیدونم و در حوزه تخصص من نیست، ولی گویا یکی از کسانی که موافق بستن مدارس محیط زیست بوده جناب آقای کاوه مدنی بوده. حالا شما که به عنوان یه فعال محیط زیست در این حوزه کار کردید و این اخبار رو دنبال کردید، می‌خواستم بدونم ساعت و سوق این قضیه چیه؟ چند تن از دوستان قبل از برنامه گفتن گویا آقای کاوه مدنی چه این قضیه رو تکذیب کرده. حالا من می‌خواستم نظر شما رو بدونم و اصلا نقشی که آقای کاوه مدنی در معاونت آقای کلانتری داشتن به هر حال به عنوان یک الیت و یک نخبه که در کنار ایشون بودن، آیا میتونست اصلا نقش مثبتی باشه یا خیر؟ بله توی شرایط نزار بروشن نقد آقای که من فکر کنم نقد آقای مدنی بدونی که خودش دسترسی داشته باشه بله درست باشه شاید خیلی نقد منصفانه‌ای نباشه. منتها من میتونم این نگاه کلیمو بگم، این که در مورد این موضوع مدارس محیط زیستی آقای مدنی من مشخصا ندیدم جای تکذیب بکنه یا تایید بکنه. من به شخصه ندیدم، ممکن جای بوده حالا من ندیدم. ولی مسئله‌ای که برای من اینجا مطرحه اینه که از خودم پرسش میکنم و پرسشم غیر مستقیم فکر کنم اصلا خود ایشون هم دیدن که چطور یه فردی میتونه وارد این سیستم بشه، از تمام این فیلترها رد بشه و وارد یه دستگاه و یه سیستم این در واقع ساختار یافته‌ای که تو حوزه محیط زیست سیستم فعالیتش و کارش و اینا رو میدونیم چطور در اون سیستم پذیرفته میشه. و بعد این که من این بحث رو خیلی خوندم و مستقیم از ایشون نشنیدم که به هر حال افراد اونجا محدودیت‌های خودشون رو دارن و هر کسی تلاش میکنه نمیتونه همه کارا رو با هم انجام بده. و من حتی اینم دیدم که بعضی از طرفدارانشون مینویسن که ایشون کارایی کرده توی مثلا اینکه دیگه از بطری‌های پلاستیکی توی سازمان محیط زیست استفاده نکنن، مثلا آب معدنی نگیرن یا یه همچین شرایطی. من فکر کنم که ما بیرون هستیم، نمیتونیم، نه اینکه نخوام بگم که نمیتونیم قضاوت بکنیم، برای اینکه ما مرتب در معرض قضاوت هستیم، خصوصا وقتی پستی رو توی سمتی مسئولیتی رو میپذیریم نسبت بهش باید پاسخگو باشیم. ولی این رو میدونم که حداقل من به شخصه فکر میکنم که اگر ایشون توی اون سیستم بودن، دسترسی به اطلاعات زیادی قاعدتا داشتن، شاید میشد اگه کسی با اون وضعیت بود مدارک و اطلاعاتی رو منتشر بکنه، پیگیر باشه، منتقد وضعیت موجود باشه. ولی اینا میتونه یه آدمی هم بیاد بسیار ساده پاسخ منو بده و بگه که من نمیخوام وارد حوزه سیاست بشم، در حالی که ممکنه ازم بهرانی ایدهش این باشه که حوزه سیاست و حوزه محیط زیست در وضعیت جغرافیایی ایران دو تا چیز غیر قابل تفکیک هستن. برای اینکه ما داریم در مورد چه در معاون وزیر شد و بگی من سیاسی نیستم، معاون وزیر بله میشه واقعا ولی من شما این ایده رو داریم، منتهاش یه نفری ممکنه که خارج از این مرزها توی کشوری داره کار تحقیقات علمی انجام میده و بگه که نه من ایدم این نبوده. منتهاش مسئله دیگه‌ای که من باهاش مواجه هستم که اتفاقا روی سخنم نه به آقای
آقا و خانم ایکس و ایگرگ، در واقع به شکل کلی به اپوزیسیون میگم، به خاطر اینکه ما در کشورهای زندگی میکنیم که اوضاع محیط زیست حداقل موضوع مهمی برای انجیو ها و نهادهای غیر دولتیه. به خاطر همین ما میتونیم یه پل ارتباطی باشیم برای اینکه حرفمون رو و صحبت فعالین محیط زیست ایران، مشکلات محیط زیست ایران رو مطرح بکنیم. هر جا که خبر در مورد ایران، وضعیت بحث مسئله سیاست، مسئله جغرافی، مسئله در واقع محدودیت و تحریمه، ولی هیچ وقت در مورد این وضعیت وحشتناکی که منابع آب در ایران دارن، این تخریب خاک، وضعیتی که ممکنه به شکل جدی آسیب برسونه به افغانستان، عراق، حاشیه خلیج فارس، حاشیه دریای خزر، ما هیچ وقت در مورد این بحث و گفتگویی نکردیم و این به نظر من یه موضوع مهمیه. مسئله دیگه اینه که رفاه و زندگی عمومی عادی روزانه مردم در پیوند مستقیم با مسائل محیط زیست، هوایی که مردم تنفس میکنن، زندگی میکنن، نسل آینده که در اون شرایط رشد پیدا میکنه، اولویت بندی که برای زندگی معمول مردم وجود داره، اون صیاد هرمزگانی که نمیتونه دیگه برسه، از اون گرفته تا اون زن کشاورزی که در شمال دیگه نمیتونه بره سر زمین شالیکاری، و اون کارگری که در فریدون کنار باغ مرکبات داشته و حالا تبدیل شده به بازویی در دست مافیای شکار پرندگان. تمام اینها اجزای در واقع که هستن که ما تو حوزه محیط زیست تعریفشون میکنیم، ولی وقتی که این رو با فعالین محیط خارج از ایران مطرح میکنید تو حوزه سیاست و اینها، نه، اولویتشون نیست و متاسفانه یه دیواری هم دور خودشون کشیدن در ارتباط با شرایطی در اروپا و آمریکا وجود داره، برای اینکه اینجا اتفاقا گفتمان مهمیه. من یه مثالی بزنم چون در مورد سلبریتی ها حرف زدیم، اگه تو پرسش نداری من مثالمو بگم. اجازه بده قبل از که وارد حوزه سلبریتی ها بشین من دو تا نکته داشتم. من بزرگتون درباره آقای کاوه مدنی فرمودید که حالا ایشون هم باید باشن جواب بدن. بله درسته، ولی خب آقای کاوه مدنی بخشی از دولت بودن و بخشی از بدنی حاکمیت بودن و به هر حال ما به عنوان یک شهروندان آزاد حق داریم که ایشون رو نقد کنیم. من یک مطلبی دو روز پیش در توییتر دیروز در توییتر نوشتم شاید بعضی اوقات جمهوری اسلامی به زعم من مظلوم واقع شده. حالا مثالم این بود که یک دوستی دارم که مارکسیست، برای نطق اعضای شورای شهر مینوشت، الانم توی یکی از مراکز راندخاری فرهنگی مشغول به کار شده و هنوزم ادعای آزادی خواهی داره. خب اینجا واقعا جمهوری اسلامی به نظر من مظلوم واقع شده. حالا حکایت آقای کاوه مدنی ما همینه. بحث کاوه مدنی نیست، بحث کاوه مدنی هاست. چجوری هست که یک سری از الیت ما، یک سری از نخبگان ما که اتفاقا بچهای خیلی خوشفکری هستن، بچهای علمی هستن، به موقعی که منفعتشون باشه با این سیستم همکاری میکنن، نون این سیستم رو میخورن، تن به هر کاری هم میدن. وقتی که حالا به هر دلیلی که این سیستم میخواد اونا رو حذف کنه یا کنار بذاره، به ناگاه رنگ عوض میکنن و بعد از اون مورد پرسشن که واقع میشن یا سکوت اختیار میکنن یا کلا اصل قضیه رو منکر میشن، میگن نه ما داشتیم خدمت میکردیم و سیستم ما رو برنتابید. خب اگر سیستم شما رو برنتابید، از اولش شما میدونید این سیستم چجوریه، چرا اصلا وارد این سیستم شد؟ یه مسئله من می‌خواستم اشاره کنم، حالا اگر شما هم نظری دارید بفرمایید. و یک مسئله دیگه این که من با یکی از مسئولین امنیتی داشتم صحبت می‌کردم، داشتم میگفتم بحث اپوزیسیونی که شما می‌فرمایید، در اومدم گفتم که یکی از دلایل این که این سیستم الان ناکارآمده و سیستم در بخش‌های مختلفش فشل هست، به دلیل اینکه اپوزیسیون ناکارآمدی داره. اگر ما اپوزیسیون فهیمی داشتیم، سیستم هم نمیتونست انقدر ناکارآمد باشه. به هر حال یک اینتراکشن با هم دارن، یک اندرکنش با هم دارن، سیستم و اپوزیسیون با هم دیگه. من به شخصه به دلیل اینکه به دلیل رشته‌ام و به دلیل فعالیت‌هام دارم نوشته‌ها و اندیشه‌های تمام گروه‌های سیاسی رو دنبال می‌کنم. آنطوری که شما فرمودید من سه میذارم بر اون. من در هیچ گروه سیاسی به صورت سیستماتیک من ندیدم که بیاد بگه من با سیستم سیاسی جمهوری اسلامی مشکل دارم و در فردای ایران من برنامه‌های محیط زیستیم اینه، باید در حوزه محیط زیست چنین چیزی شکل بگیره. اصلا من مفهوم توسعه پایدار الان من و شمایی که حالا تو حوزه علوم انسانی حالا دستی داریم شاید متوجه بشیم. خیلی از مخاطبین ما نمیدونن اصلا توسعه پایدار چیه. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش این که اصلا کار نشده. به قول شما هر وقت بحث شده بحث سیاسی بوده، یا این که نمیدونم این سیستم فلان هست و بهمان هست و
بیسار است. حالا ما خواستم نظر شما درباره دو تا نکته بدونم و اگر نظری ندارید که وارد بحث سلبریتی ها و ورود سلبریتی ها به حوزه محیط زیست بشیم. ببینید، من فکر کنم که من اتفاقا خودم خیلی ذهنم درگیره با این ماجرا، مخصوصا که تو کشوری زندگی میکنم که تاریخ فاشیستی رو پشت سر گذاشته. حتی تشویق شدم برم ببینم که واقعا اپوزیسیون تو دوره حکومت موسولینی در ایتالیا چی کار میکردن، چجوری اینا خودشون رو سازماندهی میکردن، چه برنامه هایی داشتن، چقدر نقش داشتن، چند درصدشون مخالف وضعیت موجود بودن. و اتفاقا اون دریافتی که من از حوزه تاریخ ایتالیا داشتم این بود که بخش زیادی از کسانی که معترض بودن شروع کردن به سازماندهی کردن خودشون و بعد اینها در بدنه مردمی جای پیدا کردن و جاهای مختلفی واقعا از امکاناتی که براشون میتونست وجود داشته باشه به راحتی گذشتن. هنرمندایی که تو اون دوره بودن، کسایی که مینوشتن، روزنامه‌نگارایی که کار میکردن. ما همین امروز، اصلا من از اون دوره بیام بیرون، همین امروز توی ایتالیا ما روزنامه‌نگارایی داریم که به شکل تمام مدت با بادیگارد رفت آمد میکنن، برای اینکه کسانی بودن که علیه مافیا کتاب منتشر کردن، اسامیشون رو نوشتن، فایل صوتی منتشر کردن و دولت اینا رو حفاظت میکنه. موظف پلیس که از جونشون حفاظت بکنه و سالهاست که مخفیانه زندگی میکنن و همچنان به فعالیتشون ادامه میدن. قاضی هایی داشتیم که حکم برای رؤسای مافیا اینجا صادر کردن و ترور شدن. فعالای محیط زیستی داریم، مثلا سال 2018 بیشتر از 190 تا فعال محیط زیست در تمام جهان کشته شدن که بخش زیادیش اتفاقا مال کشورهایی بود که مافیا در اون قدرت داره، مثل کشورهای آمریکای لاتین. و در همین ترکیه بغل دست ما مافیای معادن و سنگ معدن آدم‌ها رو در زندان حتی میکشه که گزارهای تاریخیش تا 2018 و 2019 وجود داره و در موردش گزارش‌های زیادی منتشر شد. میخوام بگم که ما داریم در مورد یه وضعیتی صحبت میکنیم که تجربه شده. یه بخشش اینه که مطالعات تاریخی ما تو حوزه کشور خودمون و بقیه کشورها کمه و این اتفاقا موضوعی که شاید بشه روش کار تحقیقاتی کرد. و یکم به نظر من مسئله تطبیق انطباقی، یادداشت‌های انطباقی خیلی مهمه. مثلا یه موضوعی رو در مورد همراهی جنبش کارگری، حوزه محیط زیست و سلبریتی ها داشتم در موردش کار میکردم. میخوام یه مثال عینی بزنم که از زوایای مختلف بحث روشن بشه. یه کاری که توی ایتالیا تجربه شد، بزرگترین کارخونه فولاد اتحادیه اروپا توی شهر ساحلی در جنوب ایتالیا که سالها این در واقع دست دولت بود و بعد برای اینکه افزایش سوددهیش در واقع با هدف افزایش سوددهی واگذار شد به یه خانواده ایتالیایی که به شکل مافیایی اونجا رو اداره می‌کردن و اینا برای اینکه سود بیشتری به دست بیارن اومدن یه سری از فیلترها رو حذف کردن، یه سری از استانداردهای محیط زیستی رو اونجا رو حذف کردن و بعد کارگرا شروع کردن به بیمار شدن، مریض شدن، سرطان‌های طولانی مدت و نسل به نسل این بیماری هی منتقل شد. داریم در مورد 3 دهه تاریخ یک کارخونه صحبت می‌کنیم. روزی رسید که کارخونه تعطیل شد برای شکایت در واقع سندیکاهای کارگری برای اینکه حقوقشون پرداخت نمی‌شد. فعالین محیط زیست اونجا اومدن در واقع ورود کردن به نهاد قضایی ایتالیا، شکایت کردن که اینها حوزه محیط زیست رو هم بهش آسیب زدن. کارخونه برای مدت طولانی‌تری تعطیل شد. کارگرها بیکار شده بودن و بعد درگیری فیزیکی حتی پیدا کردن با فعالای محیط زیست برای اینکه شما اجازه کار رو از ما گرفتین و حالا ما دیگه نمی‌تونیم زندگی روزانه‌مون رو بگذرونیم. فعالای محیط زیست اومدن روی این موضوع کار کردن که آموزش بدن به بومی‌ها که زندگی شما قبل از وجود این کارخونه فولاد چطور میگذشت، وابسته به توریسم بود، وابسته به ماهیگیری صیادی بود، وابسته به کارخونه‌های پنبه پاک‌کنی بود که اینجا وجود داشت. و بعد کارگرها گفتن ما میتونیم این رو ما تایید بکنیم چون پدرانمون همه بیمارن، خانواده‌هامون مریض شدن، میبینیم که بچهای سالمی دیگه نداریم ولی نمیتونیم زندگی روزانه‌مون رو بگذرونیم. اینجا سلبریتی ها ورود کردن، چندین جشن به مناسبت روز جهانی کارگر که معمولا در روم کنسرت‌های رایگان برگزار میشه، در این شهر کنسرت برگزار شد و تمام پولش در واقع اهدا شد به کارگرایی که در اونجا زندگی میکردن. به این ترتیب شما میبینید که حتی در یه بازه زمانی میان مدت مشکل حل شد ولی با ورود جنبش‌های مردمی و جنبش‌های اجتماعی مختلف، یعنی همیاری اونها، مسئله آموزش، مسئله قوه قضاییه مستقل، نهاد قضایی مستقل
و این به نظر من یه تمرینه که ما هیچ وقت اون رو نتونستیم در ایران تجربه بکنیم. شما همراهی و همداستانی جنبش کارگری و محیط زیست رو با هم دیدیم، توی تظاهرات دیدیم. مثلا دانشجویی بودن که به خاطر حتی اجرای پرفورمنس در مورد کارون توی دانشگاهشون بازداشت دادن و براشون حکم زندان اومده. منتهاش میخوام بگم که ما به این همراهی و همداستانی در ایران نرسیدیم متاسفانه، و بعد اپوزیسیون هم این چیزها رو در موردش نه میدونن نه ورود کردن و نه در موردش حتی مدن مکتوب بکنن. موضوع مهمی که تو بهش اشاره کردی، برای اینکه ما در واقع الان در مرحله هستیم که به نظر من باید ایده هامون رو طرح بکنیم و در موردش نوشته باشیم، باید در موردش بحث کرده باشیم. ما حتی گفتمان با هم دیگر هم تمرین نکردیم. می‌بینی که من با یه نانکارگر آزادی میام جلوی تو میشینم در مورد موضوعات متفاوت با تو بحث و گفتگو میکنم، ولی دوستانه بهت میگم که این فضای گفتمان آزاد و راحت، شنیدن نقد و نقد کردن خیلی کم شکل گرفته، حتی در بین ما نسل جوان متاسفانه. بله بله. به خاطر همین ما در مورد این چیزا کم میدونیم. و موضوع مهم دیگه به نظر من جغرافیای ایرانه. میدونید که آقای کرمی قطعا خیلی بهتر میتونه در موردش صحبت بکنه، استاد این حوزه است. و اونم اینه که ما به طب برای در جغرافیای خشک سخت زندگی میکنیم که امکان سفر برامون فراهم نیست، کم در مورد هم میدونیم، کم در مورد هم اطلاعات داریم و حتی ثوابت تاریخی زندگی همو کم میشناسیم. به خاطر همین پتانسیل‌های اقلیمیمون رو نمیدونیم، نمیشناسیم، در موردش اطلاعاتی نداریم. بعد این بخش میاد توی آموزش جا میگیره، توی حوزه دانشگاهی، توی حوزه آکادمیک تحقیقات و ریسرچ جا میگیره که ما توی ایران متاسفانه در این حوزه محدودیت‌های زیادی داریم. مثلا شما میبینید یه نفری که من ابایی ندارم حتی از اسم بردنش، آقای فاضلی که میاد در واقع مشاور امور کدوم مردمی وزارت فاضلی؟ نیرو میشه. ببخشید کدوم؟ نعمت الله فاضلی؟ نه، آقای فکر کنم محمد فاضلی، دکتر و یکی دو فاضلی تا که الان، بله دو آقای دکتر تا فاضلی که الان، هستن. دقیقاً آقای دکتر فاضلی که الان در واقع مشاور حوزه مردمی وزارت نیرو هستن. بله، می... کتابی هم به عنوان مسئله ایران منتشر کردن، خیلی جالبه. بله بله، و میفهم. بعد میاد میبینید که توی یه موضوع ورود میکنه و وقتی که ما در مورد پروژه انتقال آب، پروژه سدسازی، پروژه شیرین‌سازی آب، مسئله قوانین بین المللی برای خلیج فارس و دریای خزر صحبت میکنیم، ایشون ساکته و اصلا هیچ حرفی نمیزنه. من بارها در موردش نوشتم و با خودشون هم نقد کردم، امکان گفتگو نداشتم باهاشون، ولی میدونم که نوشته‌های من احتمالاً دیده باشن و مطمئنم که هیچ بقای اهمیتی هم قائل نیستم براش، برای اینکه میبینیم که وقتی که سمنهای محیط زیستی در ایران این همه هزینه‌های سنگینی میدن، فعالای محیط زیست مستقل زیر وثیقه هستن، تحت فشار هستن، ورود نمیکنن به ماجرا. برای همین ما در واقع میتونم بهتون بگم که ما تو حوزه آکادمیک هم امید چندانی در ایران نداریم و بعد رسانه هم که تکلیفشون مشخصه، هنوز همچنان به بازی و سرگرمی که مشغول هستن و ما حتی حوزه آموزش میبینیم که از کتابای درسیمون به راحتی مسئله محیط زیست، مسئله توسعه، مسئله اهمیت به اقلیت‌های قومی، اهمیت به بومیان حذف میشه به عنوان یه سرمایه ملی. و بعد خب نتیجه چی میتونه باشه غیر از وضعیتی که داریم امروز زندگی میکنیم؟ راهی که ما رفتیم به نتیجه غیر از این که امروز داریم اونو زیست زندگی میکنیم نمیتونست برسه. به نظر من این یه شرایط کاملا روشنیه و عدم احساس مسئولیت مردم ما متاسفانه. دارم فکر میکنم که میتونم این رو بگم یا نه، برای اینکه بفرمایید. شاید باز بگم من سالها بیشتر از 8-9 سالی که خارج از ایران زندگی میکنم، ولی انقدر همچنان در ایران هست تمام ذهن و زندگی من و آدم‌هایی که دوستشون دارم و برام مهمن که به خودم این اجازه رو میدم که بگم که نگاهی که مهمتر متاسفانه از در همه شما ایران، ایرانی هستید، مهمتر از همه شما ایرانی هستید و جزئی از یک کشور هستید. اگر شما نخواهید از ایران صحبت کنید کی میخواد صحبت کنه؟ ببینید دقیقاً مسئله‌ای که الان در ایران مطرحه که مردم هم به همین نگاه رسیدن اینه که اجزایی که درش زندگی میکنن، طبیعت و محیطی که درش زندگی میکنن رو جزئی از مسئولیت و حوزه زندگی خودشون نمیدونن. دقیقاً مثال بسیار سادهش در واقع مثل ریختن آشغال توی خونه همسایه است. صرف اینکه تو یه مشکلی رو از خود دور میکنی ولی تبعاتش رو نمیبینی، در حالی که این یه سیستم در واقع جهانیه. وقتی که شما در مورد
یه دریاچه یه جای جهان خشک میشه روی کشور ما تاثیر میذاره، خب معلومه که شما وقتی توی شهر دارین همه با هم زندگی میکنید، برای شما، برای محله شما آب آشامیدنی وجود داره، برای 2 تا محله اونورتر وجود نداره و شما نه این رو میبینید، نه در موردش اعتراضی دارید، نه تلاش میکنید که در این تغییر این مشارکتی داشته باشید. این تثبیت میکنه وضعیت تبعیض‌آمیزی که ما باش امروز مواجه هستیم، در واقع با یک توسعه‌ای که عدالت محور نیست و یک وضعیتی به وجود میاره که شما میبینید به بی‌عدالتی اقلیمی میرسیم، مفهومی که در واقع الان به نظر من ترم مهمیه وقتی که استان‌های مختلف و محله‌های مختلف حتی در یه شهر رو با هم مقایسه میکنیم. به این ترتیب خب معلومه که اونی که تو تهران زندگی میکنه دور از غم آن سیستانی و اون کسی هم که داره توی مرکز ایران در اصفهان زندگی میکنه با یک توییت ساده من در مورد کارون برافروخته میشه و خودش رو مقابل اون خوزستانی میبینه، در حالی که من بحثم اینه که ما مخاطبمون، مبنای مطالبهمون نهاد دیگه‌ایه، سیستم دیگه‌ایه و این نیست که بالا دست و پایین دست به یک اندازه از حوزه محیط زیست بهره میبرن و به یک اندازه هم آسیب میبینن. این به نظر من مسئله بسیار مهمیه. و چیزی که در مورد سلبریتی ها میخواستم بگم این بود که این یه کاری که متاسفانه ما نباید فکر کنیم با یه سیستم احمق و کمدان مواجهیم. اتفاقا حکومت جمهوری اسلامی روی این موضوعات به نهایت سرمایه گذاری کرده. وقتی توی موضوع سلبریتی ها وارد میشین شما میبینید که پله پله تمام این الگو رو، من در مورد جنبش های محیط زیستی میگم در ایران، ولی به نظر من در مورد جنبش کارگری، در مورد جنبش زنان هم قابل تطبیقه. سیستم در واقع به این شکل عمل میکنه که اول افراد مستقل رو حذف میکنه، میاد روی اون تاثیر میذاره روی بقیه اعضای گروه، با فشار، با ارعاب، با تطمیع، که این افراد مستقل کم کم دلسرد میشن یا حذف میشن یا اینکه در واقع مجبور میشن به خاطر شرایط امنیتی منزوی بشن. قدم بعدی که اتفاق میفته ساخت ساختارهای موازیه. شما تو حوزه محیط زیست ببینید که چقدر نهاد تشکیل میشه، چقدر ثمن بهش مجوز داده میشه بدون اینکه آگاهی داشته باشن، بدون اینکه در این مورد این حوزه اطلاعاتی داشته باشن و اینها وابستن همشون به نهادهای دولتی و اون مسئله اصلی که در واقع سازمان مردم نهاد هست یا NGO که ما در خارج از ایران میشناسیم از معنی ساقط میشه، برای اینکه اینا تمامشون زیر نظر دولت شکل گرفتن عملا. و قدم بعدی که اتفاق میفته اینه که منابع مالی که برای اینا تامین میشه در واقع میاد تعیین تکلیف میکنه برای این نهادها، برای اون چیزی که روزنامه‌نگار محیط زیستی باید بنویسه، برای گزارشی که باید منتشر بشه، برای حد و حریمی که میتونه بهش ورود بکنه. به این ترتیب شما اجازه دارید که در مورد آشغال‌ها بنویسید، در مورد اینکه آشغال‌ها در فلان منطقه تهران یا هیرکانی رها میشن بنویسید، اما اجازه ندارید در مورد اینکه کی این آشغال‌ها رها کرده و چند سال این اتفاق افتاده و چند درصد مردم به خاطر این آلودگی مجبور به کوچ شدن و جونشون از دست دادن، سلامتشون از دست دادن، دیگه تا اون منطقه خط قرمز میشه. شما در مورد سدسازی میتونید بنویسید ولی دیگه نمیتونید بنویسید که شرکتی که این سد رو اجرا کرده، مجری طرح، مجری پروژه مهاب قدس بوده یا مجری این پروژه خاتم الانبیا بوده، یا اینکه چرا خاتم الانبیا اینقدر پول در واقع به جیب میزنه، یا اداره اوقاف چرا باید در مزایده یک معدن شرکت بکنه، مسئله‌ای که در استان کرمان باش مواجه هستیم، مسئله‌ای که در محله‌های از تهران اتفاق افتاد، در مزایده‌های ورود کرد اداره اوقاف. به این ترتیب شما حد و مرز خط قرمزهاتون رو دولت براتون مشخص میکنه. و نکته مهم بعدی که جمله رو باش میبندم اینه که افرادی رو شما به عنوان سلبریتی، اینفلوئنسر معرفی میکنید که بیان ایده ها رو از حوزه نقد سیاستمدارانه، از حوزه نقد اقتصاد، از حوزه نقد مطالبه گرانه بکشونن به سطحی ترین و در رویه ترین وضعیت ممکن. مثالش یک گروهی فعالیت میکنن برای مافیای سدسازی و پروژه های انتقال آب و این تبدیل میشه به یک گروهی که میگه دیگه ماهی گلی نخرید، یا پروژه‌ای که خانم ابتکار رو انداخت شیر آب و یواش باز کنید. من واقعا نفهمیدم یواش باز کردن چی بوده، ولی
یا مثلا خانم مهناز افشار رو میفرستن جلوی دوربین که ساندویچش رو به جای کاغذ پلاستیکی یا فویل پلاستیکی بپیچه لای آلومینیوم یا کاغذ و بگه که ساندویچ هاتون رو داخل آلومینیوم بپیچید و این میشه یک اکت محیط زیستی. میدونید یعنی ما آدمی رو، فردی رو که به یه بخشای کوچیکی از حوزه زندگی متفاوت یا به عنوان یه اخلاق، به عنوان یه رفتار روزانه در زندگیش یه سری مواردی رعایت میکنه به اجبار یا برای فیگورش یا برای شوش یا برای پولی که بهش دادن، تبدیل میشه به یه کنشگر محیط زیست. یعنی این واقعا فاجعه است. مثل حوزه زنان که یه نفر یه روز جلوی در استادیوم تظاهرات میکنه، یک روز به شکل در واقع نمایشی یا هر چیزی به زندان میره و بعد این میشه نماینده جنبش زنان بدون هیچ تاریخ و که بعد عقبه‌ای، بدون هیچ آگاهی. که البته بعدها هم ایشون صیغه یک از روزنامه‌نگاران میشن. حالا من دیگه باید زندگی خصوصیش نمیشم ولی با اون بخش زندگی اجتماعیش مواجهم. که میگه من فعال حوزه زنان هستم و خیلی ادعا داره، نمیتونه که یک سری مسائل رو دیگه بیاد مطرح کنه و وارد یک سری بحثا بشه. این دیگه بحثا عمومیه. حالا دیگه اتفاقا من میگم اینا اپوزیسیون های پلاستیکی هستن که تولید داخلن و در واقع کارآمدیشون هم اینجا مطرح میشه، دقیقاً مثل حوزه اگر محیط زیست. بگید من تا یه حدی با شما مخالفت کنم. بخشی از این اپوزیسیون های به قول شما پلاستیکی یا من اسمشون میذارم بیریشه شاید هدایت شده باشن از طرف حاکمیت، ولی بخشیش به قول آقای حسین شریعت مداری کسانی هستن که نمک میخورن و نمکدان میشکنن. برای که یک نقبی هم بزنیم به بحث قبلی، اون بحث ورود الیت ها به ساختار سیاسی در حوزه محیط زیست، آقای حسین شریعت مداری، من حرفشون رو بزنم و بعدش تعمیمش بدم به بحث خودمون. درباره یکی از همین بازیگران گفته بود ایشون میاد نان جمهوری اسلامی رو میخوره و بعدش میاد دست ما رو گاز میگیره. من اتفاقا نقد ایشون رو وارد میدونم، نقد آقای حسین شریعت مداری کیهان رو من وارد میدونم به خیلی از همین سلبریتی ها و خیلی از این فعالین سیاسی. یعنی میان این افراد در فضای عمومی جست مستقل بودن رو میگیرن، جست اپوزیسیون بودن رو میگیرن، ولی وقتی که وارد اون خلوتشون میشیم میبینیم که کاملا منتفع میشن از خیلی از پروژه های کلان اقتصادی. شما مثال خانم افشار رو زدید. خانم افشار همینه، یکی از این دسته از افراد هست. یا اون خانم که حالا دیگه ما اسم همه رو بردیم، خانم قوامی رو توضیح زنان مثال زدید. من بحثم اینجاست، بحث عدم اصول داشتن خود ما هم هست. یعنی شما به خوبی مجموعه حاکمیت رو نقد کردید در حوزه محیط زیست، در حوزه‌ای که تخصصتون هست، ولی وقتی که حوزه در واقع مردم می‌خواستید نقد وارد کنید، من یک ترسی رو حتی در چهره شما دیدم که نکنه که شما بخواید مردم رو نقد کنید و مورد قضاوت قرار بگیرید. ولی واقعا این باز هم به نظر من یک تراکنش هست، یک اندرکنش هست، یک اینتراکشن هست که حاکمیت بر مردم و مردم بر حاکمیت تاثیر میذارن. یعنی این تزویر و سالوسی که ما در فعالین سیاسی و در فعالین حداقل اپوزیسیون میبینیم هم هست که دامن زده به وضعیت اسفناک فعلی ما. مثلا شما در حوزه سلبریتی ها که مثال زدید، من میخواستم نظر شما بدونم، برای که دقیقاً توییت چند روز پیشتون بود من داشتم میخوندم. من تو پرانتز برای مخاطبین رو بگم که من یکی از دلایل اصلی که من خانم بهرامی و اعظم جان عزیز رو دعوت کردم این بود که در فضای سیاست زده مملکت ما که هر کسی میخواد حرفی بزنه، اگر درباره حوزه پزشکی هم باشه آخرش تفتیش میده به سیاست، در بدترین شرایط ممکن من اعظم عزیز رو میبینم که روزی نیست که غافل باشه از حوزه محیط زیست و این برای من خیلی ارزشمنده. کسیه که کارشو فهمیده چیه، کسیه که دغدغه‌شو میدونه چیه و این بسیار ارزشمنده. و ای کاش ما هر کدوم تو حوزه خودمون و تخصص خودمون انقدر دغدغه‌مند باشیم. اینو من تو پرانتز گفتم. شما درباره این بحث این
به قول خود آقایون شاخهای اینستاگرامی یا شاخهای مجازی صحبت کرده بودید که بفرض مثال میرن در جزیره قش و جزایر خلیج فارس و میان تبلیغ اکوتوریسم میکنن. یکم درباره اینم توضیح بدید ممنون میشم، که میبینیم تو این چند سال اخیر بسیار مد شده، بسیار مد شده چنین چیزی و مخاطبهای میلیونی دارن و مهمترینشون که دیگه یه کسی به نام خانم صابر بود دیگه، خدا صابر اگه اشتباه نکنم اسمشو اشتباه نگفتم. ببین یه مسئله مهمی که اینجا مطرحه به نظر من در واقع تجمیع پول تو دست یک عده است، یک گروهی که به ثروت به خاطر وابستگی که به سیستم دارن و به خاطر اینکه به هر حال همیشه در دسترس هستن، سربازای همیشه آماده این سیستم موجود هستن، دسترسی لایزالی به قدرت، پول، اجازه ها، مجوزهای متفاوت تو حوزه‌های مختلف دارن. مسئله محیط زیست دو رو داره، یه لایه بسیار جذاب و دوست داشتنی هم داره دیگه، که در واقع شما به عنوان یه زندگی سبز، یه آدمی که خیلی همش مواد بیو میخوره، گیاهخواره، یه بخشی از زندگی بیرونی که امکان شعاف خیلی زیادی به تو میده، امکان خاص بودن به تو میده، اتفاقا خیلی هم لاکچری یا لاکچری هم هست، اتفاقا امکان خاص بودن دقیقا به این دلیل به تو میده. و بعد ما این رو متاسفانه در ایران در یک چارچوب میخواستم به این برسم که تو گفتی، به یک چارچوب زندگی لاکچری باهاش میرسیم، در حالی که نمیگم در اروپا اینطور نیست، ولی خیلی زوایای متفاوت دیگه، امکانای متفاوت دیگه هم وجود داره. میتونم مثال بزنم، مثلا فرض کنید که شما در اروپا، در همین ایتالیا، اینکه برید یه بازار دست دوم خرید بکنید، حتی لباس و وسایل چرمی، هیچ ایرادی نداره، کسی شما رو قضاوت نمیکنه به خاطر اون. ولی شما اگر به عنوان یه فعال محیط زیستی، علاقه‌مند به حوزه محیط زیست در ایران این کارو بکنید، در رسما اعلام بکنید، مثلا توی یه بازار دست دومی و رسما میگی من اومدم اینجا این کیف دست دو چرمی رو بگیرم که دوباره یه چیز جدید چرمی دیگه تولید نشه. میدونید ما اون نگاه در واقع بیرونی که همه چیزمون نمایشیه، همه چیزمون فرمالیته است، همه چیزمون شعافه، متاسفانه در حوزه زندگی روزانمون به شکل بسیار بدی جریان داره، خصوصا اینکه پول این کارم داشته باشیم و رسانش هم داشته باشیم. و شما میبینید که با یه مجموعه عظیمی از تصاویری که دلیلی که من در اینستاگرام واقعا فعال نیستم این بود، برای اینکه احساس کردم که داره به آسیب میزنه به شرایط ذهنی و فکریم و به جز اینکه زمانم واقعا ندارم برای پرداختن توی اینستاگرام، ولی میبینم که زندگی که اینجا تصویر میشه یه زندگی که تماما رنگ و لعاب خورده برای اینکه بقیه ببیننش از بیرون. و خب طبیعیه که سفر یه چیز بسیار جذابه. شما وقتی در ایتالیا مثلا میخواین مسافرت بکنی، این امکانو دارین توی یه آخر هفته برنامه‌ریزی بکنین با یه قطار سریع 4 ساعته با یه پول خیلی معمولی برسید به پاریس، مثلا در این شهری که من زندگی میکنم. ولی این امکان در ایران خیلی کم و به سختی وجود داره. سفر معمولی کردن از فرض کنید یکی که تو خراسان جنوبی زندگی میکنه به شیراز یا به خلیج فارس یا به دریای خزر، ممکنه که یه چیز واقعا همین در همین حد معمولی هم یه چیز لاکچری به حساب بیاد. بله. به خاطر اینکه پول میخواد و سرمایه میخواد و وقت میخواد و تو دیگه اون زمان بعد بتونی مرخصی بگیری، بعد کار استیبلی داشته باشی، بعد پولش رو داشته باشی، بعد امکان رزرو و همین. به هر حال این وضعیت دامن زده و امکان داده به این کسانی که پولهای در واقع مفتی بهشون رسیده که بیان این رو تو حوزه‌های مختلف خرج بکنن و بعد متاسفانه به خاطر وضعیت بیمار اقتصادی که ما در ایران داریم تنها پوله که پول تولید میکنه. یعنی شما دیگه با اندیشه، با تحصیل کردن، با خلاقیت، با ارتباط سالم، با یک کار خدماتی نمیتونید پول در بیارید. چیزی که شما فقط باهاش میتونید پول تولید بکنید پوله. موضوعی که شما توی کشورهایی که دموکرات و آزاد که زندگی میکنید میتونه تا یه حدی وجود داشته باشه، ولی اینطور نیست که سطح زندگی شما، طبقه اجتماعی شما رو به شکل کامل تعریف بکنه. موضوعی که مثلا در مورد اتصال شما با خانواده در ایران، اگر شما وقتی از بی‌عدالتی اقلیمی میگفتم، در واقع نکته اینجاست
که اگر شما در یه روستای دوردستی در زاگرس زندگی بکنید از یه خانواده کشاورز، هرگز نمیتونید این ایده رو داشته باشین که بتونید در یه دانشگاه یه روزی در فرانسه یا مثلا در ایتالیا یا در یک کشور دیگه، حتی در تهران، با آرامش درس بخونید. در حالی که من توی دانشکده خودمون، مثلا دانشگاه فیزیک اینجا، بسیار بسیار بچهای زیادی رو میبینم که از خانواده‌های خیلی فقیر، از خانواده‌هایی که در شهرهای خیلی کوچیک زندگی میکنن و این امکان آرزو داشتن، رؤیا داشتن، هدف گذاری برای زندگی تبدیل به شو نمیشه، برای اینکه واقعیتی که سیستم اجتماعی در اختیارت قرار داده. پوانی نیست که تو داری، در واقع پوان اون چیزی که تو داری تولید میکنی، اون ایده‌ای که داری، اون تلاشی که میکنی، اون سیستم زندگی که برای خودت تعریف کردی. منتهاش در ایران این تنها و تنها با ملاک پول، روابط فامیلی که تو داری، جایی که ازش میای، خانواده‌ای که بهش متعلق هستی، فقط با این هاست که شکل و فرم پیدا میکنه. به این ترتیب این ابزاری میشه برای فخر فروشی، ابزاری میشه برای تحقیر دیگران و متاسفانه شما به این وضعیت میرسید که یکی از دوستان بسیار عزیز من در سیستان و بلوچستان به من میگفت که ما به دوره فقر فروشی در ایران رسیدیم. یعنی توریست اینجا میارن که برن محلهای فقیر رو بهشون نشون بدن، کپرنشینا رو بهشون نشون بدن، سلبریتیایی میان اینجا با دوربینای چند میلیونی روی گردنشون که فقط عکس بگیرن. لباسای، چقدر ما در مورد این موضوع نقد کردیم که با لباسای سوزندوزی پشتشون بچهای فقیری که تمام زندگیشون رو میذاشتن برای دوخت یک دونه لباس. ما در مورد یه همچین وضعیت غیر انسانی داریم صحبت میکنیم، به خاطر اینکه شما با یه شرایطی در ایران مواجه هستین که یک نگاه انسانی، یک نگاه حتی تو حوزه حفظ اون سرمایه‌ای که دارین نیست. برای همین شما براتون هیچ ایرادی نداره که برید یه ساحلم تصاحب بکنید، جایی که به عنوان میراث ملی ثبت شده، برش در واقع چترتون رو بندازید اونجا، 4 تا ساختمان سیمانی علم بکنید، یه رنگی بزنید که 2 روز دیگه آب اونو میبره و دوباره بارون میبره به دریا میریزه، بدون هیچ زیرساز مناسبی و کسی نیست که شما رو نقد کنه، کسی نیست که شما رو به دادگاه بکشونه و مجبورتون بکنه که این خسارتی که وارد کردین رو پرداخت بکنید. ما با یه همچین سیستمی مواجهیم و طبیعیه که مردم، کسانی همیشه هستن که از این وضعیت حد اکثر سوء استفاده رو میکنن. کما اینکه مثلا شما در مورد فروش محصولات بیو ببینید که در ایران چه بازار راه افتاده و چه تجارتی داره باهاش میشه، در حالی که اصلا مشخص نیست اینا نه تعهدی دارن، نه شناسنامه کارشون داره، نه مسئولیتی دارن که به مشتری پاسخ بدن. یا تو حوزه کار خدماتی ببینید که چقدر در واقع تصمیم گیری نهایی به عهده اون کسی که صاحب اون مجموعه، صاحب اون شرکت، به جایی که کارمند و کارگر و مشتری بخوان پاسخ، در واقع به اونها بخوان پاسخگو باشن، اونه که تصمیم میگیره. برای همین به نظرم میرسه که ما داریم در این وضعیتی صحبت میکنیم که همه اینا دارن همو تایید میکنن و باز با یه بدنه یک پارچه‌ای مواجهیم که متاسفانه این توهم نیست، این توهم توطئه نیست یا ساده انگاری نیست. ساده سازی مسئله برای درکش هست ولی ساده انگاری نیست که ما با یه سیستم یک پارچه‌ای مواجهیم که دست انداختند و مخاطب هم مردم رو نمیبینن، مردم اصلا براشون معنایی ندارن، وجود ندارن. برای همینه که به چشم شما نگاه میکنه میگه که تو فاضلاب قدم میزنه، استان خوزستان تو فاضلاب با چکمه سفید پلاستیکی تا زیر زانو قدم میزنه و میگه چقدر بوی بدی میاد، چه فاضلاب وحشتناک شده. و این نهایت وقاحت که توی چشم مردم نگاه میکنن و این به خاطر این نیست که نمیدونن چرا، نمیدونن مدیریت بکنن، نمیتونستن کار، به خاطر اینه که دیگه پاسخی ندارن، به خاطر اینکه ما با یه وضعیت مطلق ناامیدی و ناتوانی مواجهیم که نهاد موجود میگه که ما بذار که همین بهره‌ای که امسال و سال دیگه و همین الان که من تو این پستم این کار انجام بدم، الان که فلانی هست که به من مجوز میده بذار اینو بسازم. میدونید و ما با یه همچین وضعیت روز به روزی در ایران مواجه هست. عرضم حضورتون من اسم این اگر دوستان کسی سوالی نوشته یا میخواد بگه بس خسته شدی سرعت
سرعت اینترنت تو ایران به شدت اومده پایین. من آه. کامنت رو بستم که سرعت از اون نیاد پایین. وقتی که کامنت میدن سرعت میاد پایین. من اسم اون سلبریتی اینستاگرامی که تو بحث اکوتوریسم حالا خیلی فعال و خیلی داره حالا دنبال جاذبه‌های گردشگری ایران هست و به قول شما و به قول گروه کیوسک میزنه تو سر بچهای کار و باشون سلبریتی میشه و عکس میگیره، اسمشو به اشتباه گفتم، هدی صابر، ولی خانم هدی رستمی هستن. بله. و اگر نه اجازه متوجه شدم البته منظورتون درستم. و اگر اجازه بدی برای حسن ختام بحثمون، برای که زیادم وقتی نداریم، در سطح 3 الی 4 دقیقه اگر شما نکته‌ای دارید که بفرمایید، اگرم نه شما درباره این بحث های اینستاگرامی که راه افتاد، یک بحث دیگه که باز هم به اسم محیط زیسته ولی در واقع ضربه شدیدی میزنه به محیط زیست، و یک وجه دیگهش بحث همون لاکچری بازی و نمایش فقر و نمایش، من اون چیز اسمش گذاشتم نمایش نوکیسگی است. بحث های آفرود تو ایران خیلی باب شده و میدونید که فقط یک سری گروه های و طبقات خاصی هم میتونن وارد چنین تفریحاتی بشن و میبینیم که به شدت رواج داره و حتی آژانس های، حالا قبل از قضیه کرونا، آژانس های گردشگری در سطوح شهر ما میدیدیم که مثلا تورهایی میذاشتن، تورهای 1 روزه، تورهای 2 روزه، تورهای 3 روزه آفرود با قیمت مثلا میذاشتن، با قیمت مناسب که خیلی از دختران و پسران جوان هم جذب میکردن. شما اگر درباره این نظری دارید بفرمایید، اگر نه حسن ختام بحثمون 3 دقیقه 4 دقیقه نتیجه گیر کنید. من فکر کنم که این مسئله آفرود هم یه چیز در واقع از بی‌مسئولیتی کامل از این موضوع مهم گردشگری ناآگاهانه و غیر ضابطه‌مند یا دستاندازی در غارهای ایران که الان بسیار مرسوم شده متاسفانه. بله. هر کی یه جفت چکمه پاش میکنه و فکر میکنه که میره غارنوردی و تمام اینا منابع آب شیرین ایران هستش که دستکاری میشه. تاریخی که میتونه به لحاظ اهمیت زیادی به لحاظ جغرافیا داشته باشه، اطلاعات بسیار نادر و کمیابی رو میتونه در اختیار اون کسانی قرار بده که تو حوزه‌های جغرافیایی و اقلیم شناسی کار میکنن و متاسفانه همه اینا دستکاری میشه و موضوعات متفاوتی از این دست که کم هم نیستن. ولی من خواستم یه جمله بگم که در واقع میدونید حوزه محیط زیست یه حوزه‌ای که فقر مطلق و ثروت اندوزی بدون آگاهی و غیر مسئولانه هم هر دوش میتونه بهش آسیب بزنه. ما در اون سمت فقر هم میبینیم که الان چقدر قطع کردن درخت‌ها، شکار، چقدر مسئله فروش حتی در موضوع میوه‌های وحشی، قارچا، یا مسئله تصاحب و تصرف حوزه‌های آبی، تخریب تالاب‌ها، شکار غیر مجاز، چقدر در اون سمت این هم به خاطر فقر بومیان، فقر روستایی چقدر افزایش پیدا کرده. یا اینکه گروه‌های مافیایی که استفاده میکنن از این ناتوانی و بیکاری و فقر مردم محلی، کسانی که زمانی کشاورزی داشتن کنار تالاب شادگان زمانی محل مهمی برای زندگی گاومیش ها بوده و الان میبینیم که بیشتر از 4000 نفر که تو اقتصادشون با اون میچرخیده الان مجبور شدن که مهاجرت بکنن، یا در اثر همین سدسازی ها چقدر روستا زیر آب رفته یا مجبور شدن مهاجرت بکنن. فقر یک بخشیه که بسیار آسیب رسانه و بخش بعدیش هم ثروت بسیار زیادیه که از اون طرف ناآگاهانه غیر مسئولانه میتونه به شدت آسیب بزنه. از خرید و فروش طبقاتی سازی و تصاحب جنگلات تبدیلش به باغای ییلاقی گرفته تا مسئله دخل و تصرف در بیابان‌ها و اینکه شما فکر کنید که کنار هر دریاچه حتی تا دماوند و البرز هم میتونید ماشینتون رو برسونید و اونجا بیایید باید لباس پیاده بشید با یه لباس شیکی عکس بگیرید که 4000 متر ارتفاع بالا آمدید. یعنی چیزای تجربه‌ای که من اگر اینجا ترجمه بکنم برای خیلی از دوستان واقعا عجیبه براشون که چطوری هم چیزایی انجام میشه و کسی اصلا نگاه نمیکنه، مسئله حقوقی مطرح نیست. موضوع مهم دقیقاً اینه. برمیگردیم به بخش نخست صحبتمون، این که وقتی در مورد حوزه محیط زیست، سرمایه ها، منابع طبیعی صحبت میکنیم، قانون، بخش نهاد قضایی، سازمان های مردمی، رسانه، آموزش از مدرسه گرفته تا خانواده، تمام اینها فاکتورهای بسیار مهمی هستن. اما چیزی که به نظر من میرسه اینه که نمیخواستم فقط ناامیدانه و سیاه حرف بزنم، میخوام بگم که کسانی هم هستن با تمام این سختی‌ها، تنگناها در ایران واقعا دارن توی این حوزه کار جدی میکنن، اطلاعات منتشر میکنن،
زنجیرهای انسانی تشکیل میدن برای حفظ محیط زیست، وکلایی هستن که از جونشون دارن مایه میذارن برای اینکه کار بکنن، پرونده‌های قضایی تشکیل بدن برای دخل و تصرفایی که تو حوزه‌های متفاوت سرمایه و منابع ملی اتفاق افتاده. و مسئله مهم دیگه هم اینه که ما هر کدوممون تو همون سیستم زندگی کوچیکی که داریم، تو همون خونه‌ای که داریم، در حد توانی که داریم، سعی بکنیم که به این فکر کنیم این چیزی که من الان دارم تخریب میکنم، این چیزی که من الان دارم بهش آسیب میزنم، سرمایه زندگی فردای بچه من، خواهرزاده من، بچه همسایه من یا شاگرد دانش آموز من. یه نگاه ملی نسبت به وضعیتی که در کشوری که در زندگی میکنیم داشته باشیم. فکر نکنیم تخریبی که میزنیم تخریب به سیستم و حکومته. نه، این یه آتیشیه که دامن همه ما رو میگیره و همونطور که میبینیم فقط خاکسترش برای ما باقی میمونه. به خاطر همین من فکر میکنم که ما هممون باید یه نگاه مسئولانه‌ای نسبت به این حوزه داشته باشیم و نمیخواستم که بگم در هر حال وضعیت بده، شرایط سخت و تلخه برای محیط زیست ایران و این ناامیدی نیست، این نگاه واقع بینانه به وضعیتی که داریم اون رو زندگی میکنیم، اما میتونیم همین قدمای کوچیک و هر کدوم برداریم و کسانی هم که خودشون میدونن که دارن چیکار میکنن، که مسئولن، مدیرن و مشخص و روشنه که قطعا به حرف کسایی مثل ما گوش نخواهند داد. وضعیتی که داره پیش میره منافع اینقدر وسیع‌تر از این حرف. سپاسگزارم. ممنونم از تو، ممنونم از زمانی که گذاشتین، ممنونم از شنونده‌هایی که پیگیری کردن. خیلی برای من امکان خوبی بود که حداقل یه سری از بچه‌های ایران هم منو بشنون. هرچند یه طرفه بود ولی واقعا خوشحالم. امیدوارم بحثی که مطرح شد براشون جالب و جدید بسیار بحث بسیار مفیدیه و من این قول رو به بینندگان مجموعه عیار دادم که بحث‌های محیط زیستی رو از این به بعد بیشتر پیگیر باشم و حداقل چه در ارتباط با تو و چه در ارتباط با دوستان دیگه این بحث رو مطرح کنیم، برای که ما در این مجموعه لایف هایی که در عیار داریم مسئله اصلیمون اون مسئله پروبلماتیکی که مطرح کردیم مسئله ایرانه و وقتی که جغرافیای ایرانی دیگه وجود نداشته باشه و نابود شده باشه دیگه مردمانی هم وجود نداره که ما بخوایم درباره‌شون صحبت کنیم و شوربختانه چنین مسئله‌ای در بین همون به حال همون بحثی که شد در بین اندیشمندان ما هم یک مسئله مخفولی است و هنوز جا نیفتاده. و اگر اجازه بدید من هم یک سخن پایانی داشته باشم. شاید حالا اعظم نظرشو گفت، شاید از دید من بزرگترین مشکلی که تو حوزه محیط زیست و تا حوزه های دیگه‌ای که ما داریم فقر مطلق اندیشه است در این حوزه، در حوزه‌های مختلف. یعنی ما در حوزه محیط زیست هم وقتی که چند ساله که مردم آگاه شدن و چند ساله که حالا یکم سنسوراشون داره کار میکنه، آخرش کار به همین آفرود بازی و نمیدونم غارنوردی و اکوتوریسمی که حالا به اصطلاح راه افتاده رسیده و اندیشه پشت کارها نبوده. و البته این انتظار رو از افرادی مثل اعظم، مثل ناصر خان کرمی بالا میبره که هر روز آگاهی رسانی کنن، هر روز هشدار بدن و هر روز هشدار بدن و هر روز هشدار بدن. و به قول خودش این سیاه‌نمایی نیست، بلکه این آسیب شناسیه و تبیین وضع موجوده که راه رو از این به بعد دیگه درست بریم. سپاسگزارم اعظم عزیز. شب خوبی داشته باش. من فقط در توییتر و تلگرام هستم، اگه نکته‌ای بود نقدی بود حتما بچه‌ها میتونن برای من رو بنویسن. این به برنامه ما ضبط میشه، تو اینستاگرام قرار میگیره، تو تلگرام قرار میگیره، تو یوتیوب قرار میگیره و تو توییتر هم من لینکشو میذارم. ممنونم. شب همتون بخیر. شب خوبی داشته باشید برای فردا هم. حالا زنده باشید. خدا نگهدار شما. شب بخیر.